السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. این برنامه در پخش مستقیم است و در رادیوی پیام و همچنین در تلویزیونی ماهواره‌ای پیام تیوی نیز در حال پخش است. کسانی که ما را توسط یوتیوب تماشا کرده نمی توانید و در سر کار هستید، در مهاجرت، در ساختمان هستید، می توانید تنها از لینک رادیوی پیام نقطه .net استفاده کنید یا ضمیمه رادیوی پیام را از پلی مارکت و اپ استور به تلفنتان نصب کرده از آن استفاده کنید و یک گوشی به شما کفایه است که شما هم کار خودتان را ادامه دهید و هم برنامه ما را تماشا کنید. و کسانی که در تاجیکستان هستید برای از یوتیوب تماشا کردن شما امکانیت ندارید یا که ترافیک تلفنتان نمیرسد، ترافیک اینترنتتان نمیرسد، شما می توانید توسط ماهواره‌ای ایتلسات 7B این برنامه ما را توسط تلویزیون ماهواره‌ای پیام تیوی تماشا کنید. برایتان کفایه است که یک سرک یا خود همان گلافکه ماهواره‌ای ایتلسات را به همان لگند ماهواره‌ای پیوست کنید و با حضور برنامه پیام تیوی را تماشا کنید. برادران عزیز، خواهران گرامی، تماشابینان بینهایت عزتمند ما، هموطنان عزیز، امروز ما درباره کم توجهی یا بی اهمیتی دختران به گرفتاران به کوروناویروس و همچنین درباره ادوکات ها و وضعیت ایبدارشوندگان در تاجیکستان صحبت میکنیم. ما چرا این همه را در برنامه امروزه گرفتیم؟ برای آنکه پیشنهاد و طلب‌های شما تماشابینان در این دو موضوع زیاد بود و هر دو موضوع هم روزهای اخیر خیلی داغ هستند. انا برای همین هم هر دو موضوع را در همین روز گرفتیم. هر کسی که میخواهد در باره کم توجهی دختران با گرفتاران کوروناویروس صحبت کند بگذار، ما با او منبر میدهیم، باید بگذار صحبت کند. و کسانی که میخواهند درباره حقوق انسان در تاجیکستان، درباره ادوکات ها، درباره کسانی که عیبدار میشوند وضعیتشان چگونه است در تاجیکستان صحبت کنند. یعنی ادوکات، نقش ادوکات در تاجیکستان حالا چی است؟ ادوکات از عهده یگان کار در تاجیکستان میبراید یا نمیبراید؟ یک نفر را پروکراتور یا اینکه مقامات انتظامی عیبدار دانست در تاجیکستان، یگان شانس خود را سفید کردنش در تاجیکستان وجود دارد یا ندارد؟ و ادوکات در تاجیکستان سالهای اخیر آیا رسانه‌ای شده است که کسی را بیگناه برای برآوردن کسی را بیگناه خیلی کوشش کرده است و کوششش نتیجه داده است؟ و باید در این برنامه گفته شود که تا چه اندازه چند قدر سودهای تاجیکستان نفرانی که پروکراتوری جمهوری تاجیکستان یعنی مقامات عیبدار کننده عیبدار میکند در سود آنها را سفید اعلام میکند، یعنی بیگناه اعلام میکند. برای همین برادران عزیز، خواهران گرامی، خواهش میکنم در این باره هر معلوماتی دارید، هر گفتنی دارید، آمادگی خود را بینید و البته در برنامه امروزه با هم مشورت میکنیم. این منبر شما است، یعنی منبر آزاد برای شما است که گفتنی های شما گفته شود. تماشابینان عزیز، وقتهای آخر به ما ده ها نامه آمده رسیدگی است که در بیمارخانه های کشور شخصان گرفتار به کوروناویروس را قبول نمی کنند و بیشتر توصیه می دهند که در خانه تبابت بگیرند و وعده می کنند که حتما ما شما را به روی خط گرفتیم، طبیب به خانه تان رفته تبابت می کند، اما به زنگ های بی آخری مردم طبیبان جواب نمی دهند و اگر جواب هم دهند میگویند که این امر از بالاست که وضعیت ما را فهمید، ما شما را به بیمارخانه قبول کردن نمیتوانیم. دویمش این که ما اینقدر نفر بسیار دختران نداریم که به خانه شما گسیل کنیم. یعنی مرده رفتن گیر گفتنی گپ.
و همین مرده رفتن گرد این به جرم دختران حکومت همین خیل به دختران فرمان دادگی ماندگی است که اینقدر بسیار به بیمارخانه گرفتاران کرونا را قبول نکنید تا اینکه واهمه نشود، تا اینکه تعداد گرفتاران به کرونا بیشتر به قید گرفته نشود و همین که مردم بیشتر در بیمارخانه جایگیر شدن حتما باید گزارش شود، گزارش رسمی شود که دیگه پنهان کرده نمی شود. برای همین باید نفرانی که در به بیماری کرونا ویروس گرفتار شدن یا اینکه به بیماری مانند به کرونا ویروس گرفتار شدن باید در خانه هاشون بمانند و به بیمارخانه اینقدر بیشتر نبیایند. در بیمارخانه بیشتر نفران آدمدار، شخصان شناخته جا داده می شوند و بیشتر نفران پولدار جا داده می شوند. به همون هم حالا می بینیم که فرصت دختران نمی رسد و آنها نیز از تنهایی و از نبودن توجه دختران شکایت می کنند و نمونه آخر این است که مریم عیسایی و هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان که به کرونا ویروس گرفتار شده در بیمارخانه خواب می کند، کسی به او توجه نمی کند. همشیره های شفقت می روند سوزندورشان را میگذارند، برگشته می روند. او میگوید من در تنهایی عذاب میکشم، شاید از این تنهایی کسی به من توجه نکند، شاید در اینجا بمیرم. شکایت میکند و شکایتش توسط پرستیجی رسانه‌ای شد و این یک سر و صداهای را در شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنتی به بار آورد و خویشاوندان مریم عیسایی را مقامات مجبور کردند که آنها بگویند مریم عیسایی زیر مراقبت آنهاست و زیر توجهی کارمندان طبی است، حالان که به پیش کسی که گرفتار کرونا ویروس شده است کسی را در آمدن نمیمانند، حالان که به خویشاوندانش مجبور کردند بگویند که خویشاوندانش ما در سر مریم عیسایی ایستاده و او خوب است. اقلا حساب کتاب نمیکنند که تا چه اندازه چه گپ های گویند به واقعیت راست بیاید. انا برای همین هم تماشابینان عزیز حالا ببینید یک گزارش درباره مریم عیسایی و هست اینجا، آن را با هم اگر کارمندان تکنیکی آماده کردگی باشند با هم میبینیم، اگر آماده نشدگی باشد صحبت را ادامه میدهیم. این است که تماشابینان عزیز بسیار از نفران همین طور ضیائیان، شخصان بهترین ملت، نخبگان ملت ان همین خیل مرده رفته ایستادند. از سال گذشته تا به امروز صدها نفر ضیائیان، صدها نفر شخصان فرزانه کشور به خاطر گرفتاری به کرونا ویروس این دنیا را پدرود گفتند و کسی پروایی این را ندارد. شما ببینید یک نفر با یک نفری مشهور که تمام ملت میشناسد، مریم عیسایی، و اینقدر شکایت دارد. یک شخص عادی با کرونا ویروس گرفتار شود چی می شود؟ حالش چی می شود؟ یعنی که یک نفر مثل مریم عیسایی و یک اکتیار، یک هنرمند شایسته کشور وقتی میگوید که من اینجا مرده میروم کسی به من اهمیت نمیدهد، شخصانی عادی حالشان چی می شود؟ شخصانی که کسی آنها را نمیشناسد و جز همدیهگانشان یا همسایه‌شان یا پیوندانشان حالش چی می شود؟ این مسئله بسیار نگران کننده است. یعنی دکتران هم مجبور به این شده اند که گرفتار شدگان به کرونا ویروس را اینقدر بسیار به بیمارخانه راه ندهند و در خانه اشان بمانند. حالا یک نفر شخصی به کرونا ویروس گرفتار شده به من از خوجند زنگ زد، میگوید من وقتی نفس هم میگشت، نفس کشیده نمیتوانستم،
به بیمارخانه زنگ زدم، گفتم که همین خیلی دق نفس، تبم بلند، یعنی تمپراتور کرده ایستادم، مرا آمده برید سکوری فرستید. گفته وقتی زنگ زدم پرسیدن از من که تبتان بلند چند است؟ گفتم 38. 38 بالا نباشد ما شما را رفته نمیبریم. گفتم تروبکا را ماندن، یعنی گوشی تلفن رو به جایش ماندن. حالا ببینید میگه وقتی که من درجه تبم رو گفتم که 38 است، گفتن که از 38 بلند شود بعد زنگ زنید. حالا ببینید مناسبت رو هم خیر درست است، در بسیار جاها از 38 بلند شود بعد دکتران مراجعه شما را گوش میکنند و به شما یاری تجاری طبی میفرستند. این درست است، لیکن از 38 بلند شود بعد زنگ زنید، این چی گفتنی گپ است؟ یک دل میدادید آخرین هیچ گپ نیست میگفتید، یکم مشکل نیست. انشالله داروهای مساعدت میکردگی به پس شوی حرارت بدن استعمال میکنید، انشالله پس میشود. یکم دل میدادید آخر به این نفر که تا ما زنگ نزند. میگه شما میدونید من میگه حالا نفس کشیده نمیتونم، نفسم گشته ایستاده است، دکتران حاضر نیستن که یعنی به من سکور فرستانن، قناه یک بار اومده حال احوال من اومده دیده برود. ببینید شرایط چه خیلی است. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، کسانی که خواهشی در این باره سخن کردن دارید، مرحمت، لینک برنامه در اینجا گذاشته شده است، در پایان نوار گذاشته شده است، می توانید وارد استودیو شوید. کسانی که توسط واتساپ یا ایمو زنگ زدن میخواهید، من مرحمت، در پایان نوار در سطر روان رقم ما نشان داده شده ایستاده است و می توانید شما وارد استودیو شوید و در این باره حرفای خود را بگویید. حالا یک نفر با نام بابا وارد شدند، ما با اون کس سخن میدهیم و همینطور در دوام برنامه بعضی گفتنی ها را گفته رفتن میگیریم. یک نفر از واتساپ هم زنگ زدن، بگذار فعال باشند، فعال کنید. نفری با نام بابا بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادران مهاجر، چی گفتنیم شفاجم مسئله کرونا به من روز 19 هم که من خودم در مسکو هستم که چایخانه دارم، من خودم بیماری همین کرونا شدم. خیلی مهلتی 20 روز خیلی عذاب کشیدم. الحمدلله از نغز برآمدیم از بالینسه. هم برای همون مهاجرا حالا چی گویم مدار ممنه که گفت زنم همین از روزی که برآمدیم هم جواب گفتم که هم برادرانی که مهاجر هستن همون اوکال گیرن، همین من شفاعت جان و همون با مهاجرا و با شما نقصتر فهمانتون همون اوکالای حوزه همون گیرن نقض میشه. همین که آزم که همون 1300 سن کرد. واکسین رو در نظر دارید؟ بله لبای واکسین رو در نظر دارید یا اینکه واکسین رو و واکسین خیلی نقض هم و یک حجت برای مهاجران یک حجت میشه که این واکسین رو که با کرونا ویروس گرفتار نشدهان میگیرن یا اینکه کسانی که گرفتار شدن اونها میگیرن؟ نه برای همون گرفتار نشدن میگیرن. گرفتار منم روسیه همین گیرن خیلی نقض میشه. با کرونا ویروس گرفتار شدن چیکار میکنن؟ نفهمیدم گفتون. اکنون شخصانی که واکسین نگرفتند مثل شما با کرونا ویروس گرفتار شده اند چیکار میکنند اکنون؟ که همون که همون معالجه‌های همون داروهایی که معالجه‌های وزمه قطعی کردن باز اکنون ما همون زیر نظارت دکترها هستیم. مال با ما روز 21 با جیغ میزنن با هم ابسلیت نمیکنن که ما همون وای بگوییم ده نظارت دکترها با مثلا ما اکنون خود مکم چی که دکترها ما همون نه اون کسانی که من نگرفتن همون گیرن انگفتادیم که بعد ما بریم که عذاب نکشن میگم ده همون مسئله با که مهاجرا بسیار باز همین چیزا به اعتبار نداشتن که این خیلی گفتن یک یک گل فایده شاید گیرن مثلا ده. بله تشکر به شما. وقتهای اولی گرفتاری با کرونا ویروس در شما چی احساس ها بود؟
حالتون من اگر از گردنم باید نشه چون گیرم میبیاد من خیلی عذاب کشیدم نمیدونم من به همون به وزمینش فرامد میچی فرامد خیلی عذاب کشیدم من همین در لبنی در بالنسی لبنی بردگی بودم خیلی عذاب کشیدگی بودم الحمدلله که دخترو مثلا ما 80 نفر به 2 دخترو 4 بود میگفتن که از خودتون زدید مشق کنیتون گپ بزنیتون همین گفتم مویا همین چیزایی میگفتن حالا ببینید در تاجیکستان بسیار نفرانی که به کرونا ویروس گرفتار میشوند میگن که نه شما کرونا ویروس نه به التهاب شد یا پنیومونی گرفتار شدگی هستید همون نشانه های گرفتاری به کرونا ویروس در شما چی بود که مردم بدون نشدن کرونا ویروس شدن یکم بیمه داری بود اما بیمه داری بود تمپراتور کردیم مثلا تمپراتور کردیم اونجا رفته نفس گیریموس و شدن گرفت وزن شدن گرفت کجا نفس کشیدن قین شدن گرفت بعد بیمارخانه بردن نه و یکم وش تمپراتور بعد تمپراتور بعد همین نفس وای میکنه چی میکنه نفس کشیدن خیلی سوس شده فقط دکترها مثلا خیلی تبار هستن که در این مسکو اومدن دیدن که اون چیزایی که اپاراتور اسپیسیال برای که کرونا ویروس وای میکنه و همون چی فیامای چین کرد که 88 به فرامدگی و گفت که وجود شما بیمارخانه بردن نکن بس خب بردن الحمدلله با خیریت بردن وقتی که شما دکتر رو جغ زدید یعنی یاری تجهیزی طبی رو آنها اومدن چی گفتن شما رو باید به بیمارخانه برد بله ها به بیمارخانه باید بردن شواهد گفته با همون به بیمارخانه بردن بعد همچون گرفتار شده به کرونا ویروس به قید گرفتن بله ها با همون میبرن همون اپاراتوری که چی میگن سراز همون اپاراتو و سکوری اول همون بردش همون وای میکنه همون اپاراتو میگذارن که اونجا 25 دفعه اونجا همون ویما وای بود محکم بود اونجا وای کرونا ویروس و تصدیق کنندگی بود انکنون حالا ببینید شما احوالی تاجیکستان را دیده ایستادید وقتی که شما با کاری پاموش زنگ زدید با شما چگونه سوال جواب کردن یعنی تابی بلندتون رو پرسیدن یعنی دکتر نفس رو پرسیدن چی سوال ها دادن به شما نه من گفتم که خیش جانم دخترم و اون اومدن من دیده و خودم دیده خداشون جیغ زدن این خد کن و خیش شفقت بازی مسئله تاجیکستان اکو همه جواب معلوم خودش معلوم بازی ما این اساسی این گپ برای مهاجرا گفتم که همون کلا گیرن ان شاء الله ناز میشنده اکو دلپور کل هم حجت میشد هم دلپور من موضوع کارخانه بعد همین همش گذراندم خیلی یک روز در کرد دیگه همش از خدا بشکر خیلی تاجیکستان نیست شرایط که و کانس کنه که خیلی رسیب های همه 1300 اینکه شما از شما به دیگران گذشته است وجود داره نه نداره الحمدلله من شما که بعد کرونا ویروس رو نفهمیدم کرونا ویروس رو از کجا قاپیده شما از کجا من همون چایخانه دارم از که من خیلی همون کسب خودم بودم همونجا قاپیدگی بودم بسیار خوب بعد اوای ما همه کارگرام اوای گذراندیم مجبور گفتیم که همشون گذاشتن کریدیت کارت همون چی همش داد حجت داد باز بیمالو برای همون مهاجرا باز اساسی که مهاجرا همین چیزا به اعتبار نداشتن من برای همین قجم همون میگم که همین کولا گیرن خیلی ناز میشه بله برای ما همین یک هفته باز که بیمارخانه برندگی در خونه هستم همین به هم برادرای مهاجر همین گفتم که همین سوزنداروی گیرن بهتر میشه بله که از من خداشو مسکره لوژنیکی بکشوده شدگی به ملال موبایل همین 1 ساعت بمیرن میگیرند همین 1 ساعت موچرات نمیشد از لوژنیکی بوده است یعنی ساخر خاک لوژنیکی نزدیک دونی مسکوانده به ملال رفته من بچو گرفتن همین ما گفتنیم که روان گیرن خیلی خوب میشه که من عذاب کشیدم من نمیخوام که دیگه مهاجر رو یگان برادرم من خیلی عذاب کشنده تشکر به شما برادر رحمت سلامت باشید خوش آمدید برادر الهام جان حالا میبینم
ما الهام جان یعقوبوف وارد استودیو شدند و یک نفر با نام بنده الله. خوش آمدید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم شوکت جان، شما منم میشنوید؟ خوب میشنوم برادر. آواز من؟ بله بنهایت صداتون. سلامت باشید، سربلند باشید. واقعا یک موضوع درست و موضوع مهم رو امروز شما مطرح کرده استودید. در تمام دنیا موج دوم و حتی در بعضی کشورها موج سوم پنجشنبه کوروناویروس یعنی در تمام دنیا علاقه موج دوم و موج سومش علاقه پنج شده ایستاده است و در تاجیکستان هم در کشور ما هم افسوس که علاقه موج دومش آغاز شده است و خیلی با سطح بلند پنج شده ایستاده است. میخواستم چند نقطه نظر خود را بگویم. در تاجیکستان من شما باعث افسوس است که خیلی و خیلی نه خود دختران بلکه حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان هم توجه کم داده ایستادند و حالا به یک خوف گرفتار شدند. چگونه به خوف گرفتار شده ایستادند؟ خودش از اون خبرهایی که ما میخوانیم معلوم است و دیده شده است که آنها با یک طور عاجلی به یگان برنامه‌ریزی مردم را واکسین زنی کردند. نگونه در کوچه ها، در خانه ها، در کارخانه ها، در مسجد ها واکسین زدن البته از طبق معیارهای سانیتری بهداشتی غیر امکان است، نادرست است. ولی وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی واکسین زنی ندارد، مجبور است که با هر طریق مردم را واکسین زنی کند. نگاه کنید در تمام دنیا برنامه دولتی واکسین زنی یا ام کردن مردم وجود دارد در تمام دنیا، غیر از تاجیکستان شاید باز یگان کشور دیگر هم باشد، ولی چون بیشتر ما تاجیکستان را پیگیری میکنیم واقعا دیده ایستادیم که چنین یک برنامه دولتی وجود ندارد، در حالی که از 23 مارس سال 2021 واکسین زدن در تاجیکستان رسما آغاز شده بود و طول این ماها دیده ایستادیم که این برنامه وجود ندارد و تا امروزه بیش از 300,000 نفر را واکسین زنی کردند. یعنی در یک هفته آخر تقریبا 100,000 نفر را واکسین زنی کردند و این از کم توجهی خود مقامات جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی نشان میدهد. وقتی که از 23 مارس آغاز کردند تا امروزه می باعث حداقل تا 1 میلیون 1.9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان را واکسین زنی میکردند که به چنین یک خاص و این بی‌ترتیبی ها گرفتار نمیشدند و کم توجه اینها از چی عبارت است؟ اگر یکم چیزی که گفتیم برنامه دولتی واکسین زنی وجود نداشته باشد، دوم آمار دروغ، همیشه حکومت جمهوری تاجیکستان آمار دروغ را برای مردم پهن میکنند یا نشر میکنند که واقعا این یک کاری نادرست است، چون وقتی که آمار نادرست و دروغ را برای مردم پیشنهاد میکنید نادرست است همین چیز. بله امور را دروغ منتشر میکنند، نادرست است. بله اما شما همچون یک شخص سیاستمدار میگفتید که به تخمین شما مقصد از پنهان کردن این آمارها چی است؟ یعنی که مقصد از پنهان کردن آمار این است که کمبودی حکومت جمهوری تاجیکستان، کمبودی نسبت واکسین زدن، کمبودی نسبت این کوروناویروس را یعنی که رویپاش کردن است. تمام آمارهایی که دروغ در دنیا پخش می شود اصلا این مشکلات جدی که در این ساحه است آن را با همین آمارها میخواهند که پنهان کنند برای مردم. وقتی که معلومات نادرست یا آمار نادرست را میدهد، این به معنای آن است که به این مشکلاتی که حکومت جمهوری تاجیکستان گرفتار شده است ناعهده‌براری کرده شده است. یعنی وقتی که ناعهده‌براری است به مردم آمار نادرست را نشان میدهد، یعنی که من سبب ناعهده‌براری آن را میبینم و از سببی که همین ناعهده‌براری هست وظیفه خود را، مسئولیت خود را اجرا کرده نمیتوانند، آنها به دروغ، به معلومات‌های دروغ، به آمارهای دروغ روی میآورند. از همین جهت وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان آمار دروغ را برای مردم
пешниҳод мекунад, воқеан ин як зарба барои миллат аст ва худи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам низ ҳаст. яъне ки барғалат мардумро ба як роҳи нодуруст мебаранд. нодуруст вақте ки мардумро барои як роҳи нодуруст мебаранд, паҳншавии ин коронавирус аз ҳамин омори нодуруст ҳам вобастагии калон дорад. ва як сабаби дигаре ки масалан Ӯзбекистон, ман ҳозир ман статистикаро дида истодам, Ӯзбекистон ҳам 476 нафар гирифтор шуданд дар ҳамин охирӣ ва ба ҳисоби миёна дар ҳамин 7 рӯзи охир ҳар рӯза 492 нафари гирифтори коронавирус мешуданд. Ӯзбекистон рушд намекунад. Мана ҳамин хел статистика дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. Якум дуюм чизе ки Тоҷикистон гузориш медиҳад 39 нафар 22 нафар ва чанд рӯз пай дар пай як рақам гуфта мешавад. яъне гирифтор мешудаҳо ба коронавирус бо ҳам маслиҳат мекунанд ки фардо фалон нафар гирифтор мешавем, пас фардо ҳам ҳамин қадар нафар, аз ин зиёд намешавем гуфта. алло, овози ман меравад? мебиёяд Илҳомҷон. овози ман меравад? ин чӣ хел шахс шуда истодааст ҳамаш? ҳаст, садоятон ҳаст. бале, на танҳо Ӯзбекистон, тамоми кишварҳои Осиёи марказӣ ғайр аз Туркменистон, албатта чун дар бораи Туркменистон маълумоти камро мо дорем, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Қозоқистон оморҳои дурустро барои мардум маълумоти дурустро пешниҳод мекунанд, ба хотири он ки мардум хабардор аз ин оморҳо шавад ва худашонро эҳтиёт кунанд. вақте ки мардум аз маълумоти дуруст бархурдор мешавад, ӯ вазифадор хоҳад шуд ва масъулияти ӯ ҳам хоҳад буд ки худашро эмин аз ин коронавирусу ин пандемия дошта бошад. ва аз ҳамин ҷиҳат камбудии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст ки вақте ки маълумотро хабарҳоро аз мардум пинҳон мекунад, мардум камтаваҷҷуҳӣ зоҳир мекунад ба ин масъалае ки ё ба ин коронавирус. барои ҳамин барои мардум пеш аз ҳама маълумоти дуруст, оморҳои дурустро пешниҳод кунем то мардум худаш вақте ки маълумотро мегирад вазифадор ва масъулияти худашро иҷро кунад, то худашро ҳам эҳтиёту ва ҳифз кунад. дигар масъалае ки ҳаст дар тамоми дунё ва дар Қазоқистон, дар Ӯзбекистон ҳам бештар дида мешавад, нақша ё харитаи тамоми шаҳрҳо, ноҳияҳо ва вилоятҳо, дар кадом шаҳр, дар кадом вилоят ё рай ноҳия афзоиш ё паҳншавии коронавирус дар он ҷо нишон дода шудааст бо рангҳо. масалан дар кишвари мо бо ранги сурх, бо ранги сиёҳ, бо ранги сабз ҳама шаҳру навоҳӣ нишон дода мешавад. он ноҳие ки дар он ҷо хеле афзоишаш хеле зиёд аст, касалмандҳо хеле зиёд аст, бо ранги сурх онро муайян мекунад. дар Тоҷикистон чунин нақша, чунин харита вуҷуд надорад, то мардум бидонад ки дар кадом ноҳия афзоиши ӯ зиёдтар аст, касалҳо хеле зиёд аст, то ба он ноҳия сафар накунад, то худдорӣ кунад, то ба он ноҳия наравад. аммо дар Тоҷикистони мо чӣ хеле гуфтам, чунин харита вуҷуд надорад ки ин як хеле камбудии зиёд аст. хулас аз ҳамин чизҳо маълум аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ хеле ва хеле камтаваҷҷӯҳӣ карданд. бубинед ки ҳатто мардумро ба роҳгумӣ заданд аз 1 январи соли 2021 то моҳи июн, то 15 июн, то тақрибан 20 июни соли 2021 6 моҳ инҷониб барои мардум мегуфтанд ки дар Тоҷикистон ягон нафар дигар касалманд вуҷуд надорад, яъне ки он нафароне ки гирифтори коронавирус ҳастанд вуҷуд надорад. яъне мардумро водор мекарданд, бовар мекунанданд ки дар Тоҷикистон ин касалӣ вуҷуд надорад, шумо бемалол метавонед ҳама корҳоро анҷом диҳед, бениқоб гардед, фосилаи иҷтимоиро анҷом надиҳед, ба тарабхона равед, тӯйҳои дагаданг, яъне ки тӯйҳои хеле калонро баргузор кунед. хулас мардум вақте ки ин маълумотҳои нодурустро мебинад ва бовар мекунад ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба як иштибоҳҳои хеле сангину сахт мезанад. ва нигоҳ дар Тоҷикистони ман шумо азиз Илҳомҷон,
باز صحبت میکنیم. صحبتتون را انشالله باز ادامه بدید. حالا یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستاده‌اند، صدای آن کس را بشنویم، انشالله باز صحبت میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم که اینجا صحت سلامت هستید برادر. تشکر به شما برادر عزیز. اولا دعا میکنم که برادر همین گرفتاران همین درد رو خداوند شفا دهد. بله. همین روز یک واقعه من نقل کنم شما با یک برادر زادگمان هفته گذشته روز دوشنبه گرفتار همین کسل شده بود. در تاجیکستان یا در مهاجرت؟ در تاجیکستان گرفتار شده یا در مهاجرت؟ در تاجیکستان. بله. روز دوشنبه گذشته همین روز احوالشون بعد شد. ساعت 7 بار کردن در اسکاری با واسطه کسلرود همه سنئی بردن. یک بلو کرده قفیدنشون برادر زادگان و اویدهشون وازبین، فرزندوشون وازبین. در بین همین 3 ساعت دکترها همه پشکنک شدگی. دیگر همه مردم خبر دارد. همه کسی که خریبی همین دکتری کسلیو کتی گشتین همشه با کرانتین کنیتون عدل نگردیتون گفته تاکید کرده شدین. رحمت با همه پزشکان و با همه دکتران خودمان که حرکت کرده شدین. تمام جان و جهتشون. در بین نیم ساعت گفتن که 3 نفر زنک که در همین ششم کورس قرابلو جان سپریدن و خداوند. در نیم ساعت 3 نفر نتونستن. 3 نفر. این در کجا است؟ این در کدام منطقه است؟ در پیش ششم کورس قرابلو ساعت 8 سحر همین روز. افسوس. اما امروز در تمام تاجیکستان نگفتن که 3 نفر فوت دیده است. آخری اینا حق شما خودتون خوب میفهمید. این برادر انا برادر همین خیلی خبرهای ناخوش. تاجیکستان در وضعیت بین‌نهاد حاضر وضعین. مردم خودش رو همش میدوند. مور گاو نزنیم هم اوجه خوار کنید همش با خبرن مردم. اوجه میدونن چیکار کنن. همه ماسکه کتی دور همه وای کوید 19 وای گرفتن. نومشتی واکسینی رو استکردن. نوخیای ما همگی 10 کیلومتر از دوشنبه دورتر است. مثال ما با واسطه شناسبازی اکاوکوگویا گفته بردیم بچه ها را یک بلو کرده خلاص کردیم. یکی مردمی که حاضر با گذشته سودیان بینهاد بسور است. ما همین خیلی گفتنی بودم. تشکر به شما برادر عزیز. تشکر زیاد به شما. ببینید یک نفر میگوید که در همین موبایل نیم ساعت 3 نفر فوت دیده است، اما در گزارش وزارت تندرستی 3 نفر فوت دیدگان وجود ندارد در یک بیمارخانه قریه بالای پایتخت. حالا بنده الله بفرمایید. بنده الله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت شما خوبه؟ الحمدلله که خوب هستیم، شکر پروردگار. بسیار موضوع جالب، موضوع خوبی را بررسی داره. خلاصه من چند سخن گفتنی هستم به خاطر آمارهایی که امروز از تاجیکستان میدهند. یکمش یک خبر من میتونم که در طرف ناحیه‌های توبه مرکز عین حاضر بلنیسا همه پرشیدگی، ما زنگ زدیم پرشیدگی از خیش تبار ما علاقه 6-7 زیاد خوبند. در خانه ها خوبند. مردم هم تا خانه ها در پر رای. این دروغه که میگن که نیسته یا که 30 چند تا یا 40 تا شده در یک قشلاق‌های توقعی که بازی بلنیسه نبردگی هست خیلی زیاد است. چند مراتبه از این آمار که میدین از این زیادتر است. لیکن این آمار در حقیقت آماری که اینها میدین دروغ است. و از کجا زنگ زده شده؟ تاجیکستان یا از مهاجرت؟ من از مهاجرت زنگ زدم. بله. یعنی این معلومات رسوندن پیوندان. بله. معلومات رسوندن از داخل ما وقتی که صحبت کردیم. انا سببی که حکومت ما نمیخواد که آمار درست بگیرد، نمیخواد با همراهی مردم همکاری کند، من در چند چیز میبینم. در چی؟ یکم چیز
در تاجیکستان коррупсияи бениҳоят баланд аст, яъне порахӯрӣ, ҳақхӯрӣ бениҳоят зиёд аст. аз ҳамин сабаб онҳо парвои марги мо надоранд, бозори худшона гарм мекунанд. онҳо хоб ба мардум баъд дуюм сабабе ки ман ҳис мекунам ин аст ки ҳукумати мо ба ягон намуд таъминоти мардум омода нест ва набудааст ва нахоҳад буд. ба ҳамин хотир намехоҳад вай ба зарари мардум ҳаст ё нест, намехоҳад ки мардум аз ин чиз огоҳ шаванд. чуба? зеро ин ки мардум агар огоҳ шуд, мардум ҳеҷ вақт ҳукумати мо намехоҳад ҳеҷ вақт мардуми мо бедор шаванд. аз ҳама сабаб, аз ҳама ҷиҳат намехоҳад бедор шавад. зеро агар бедор шавад, коррупсия дар дасти худшон, коррупсияшон аз байн меравад. зеро бедор шаванд, ҳаққи худшонро талаб мекунанд. бозори гарми инҳо хунук мешавад. инҳо парвои мардум доранд. имрӯз мардум ҳама хоб аст, ба ҳама муҳоҷират занг мезананд, аз инҷо бачаҳо занг мезананд, дар ҳама минтақаҳо мардум ҳама хобанд аз беморӣ. инҳо мегӯянд 36 нафар касал аст. ана ҳамин сабаб шудааст ки имрӯз Тоҷикистон сартопо пур аз беморӣ шудааст. дискотекаҳошон ҳуй аст, чойхонаву ресторанҳои маишишон ҳуй аст, вале беморӣ фақат дар масҷидҳои худоай. инҳо фақат ҳамин чиза қабидиянд, фақат дар сари ақидаи мардум бозӣ доранд, вале намедонанд ки донишмандон мегӯянд ки ба сари ду чизи инсоният ҳеҷ вақт чақа нашавад. яке ба сари номус ва дигаре ба сари ақидаи мардум чақа нашавад. ҳеҷ вақт донишмандои дашт ғарбӣ мегӯянд ки мардум ба хотири ин ду чиз ба ҳама чиз қодир аст. инҳо ҳама кора мондиянд, мардум ҳама мурдаистиянд, мардум дар сатҳи пасттарини зиндагӣ қарор доранд. инҳо ҳозиранд ба ҳамин яку ду карда гаштанд, мардум хӯрда гаштанд. рости дигар тоқат мунтоқ шуд. чӣ хел кунем? дар инҷа мо худмон дар ташвиш, худмон ба ин чиз гирифтор шудастем. дар онҷа ташвиш аз оиламон дорем, ман намедонам чӣ хел аст. баъда дигар воқеан ҳамин хел аст ака. ман намедонам ки ин ҳукумати мо аз ин мардум чӣ мехоҳанд, аз ин мардум чӣ мехоҳанд, аз ин яке сабаби ягонае ки мардуми моро ин қадар вай карданд, мардуми мо бисёр мардуми басабру ботоқат ҳастанд. мардуми мо бисёр мардуме ҳастанд ки ҳамин андакак ёрдамш кардем, ёрдамта бисёр бузург мебинам, бисёр миннатдорай. аз ҳамин сӯистифода бурда мардуми моро ғулом карданд ва мехоҳанд ки ҳамин хел бо ғулом бестанд. намехоҳанд ки ҳушёр шаванд, намехоҳанд бедор шаванд мардум. имрӯз мо ҷавоно, ҳама ҷавонои халоскарда, ҳама ҷавонои бо маълумот ина гаштем. туалет руфта дар инҷа дар пасттарин корҳоро карда гаштем. дар ҳукумат 4 та бесавод ҳама мардуми хӯрда гаштем. ва дигар мавзӯе ки ин воқеан ин оморҳо дурӯғ якай Шавкат. воқеан дурӯғ. ягон оморе ки метиҳанд, ягон дуруст нест. ягон ҳамаш сартопо дурӯғ аст, ҳилабозӣ аст. ягона ҳадафе ки доранд бозоршона гарм кардан, нигаҳ кардани бозори худшон. тамом, дигар ҳеҷ чиз надоранд. ана ҳамун тахтшона нигаҳ кардан. ягон чизи дигар надоранд. боз дар бораи чизи дигар гап заданӣ будед? дар бораи ана савол додед ки адвокат, оё воқеан адвокат дар Тоҷикистон коре мекунад ё намекунад? воқеан тамоми сохторҳои Тоҷикистон мутааллиқ ба як амри як нафар аст. ҳеҷ кас аз ҳози дар Тоҷикистон ҳеҷ кас ҳаққонӣ кор намекунад. он савганду қасамҳое ки ана милисаву амнияту мақсад сарбоз метиҳанд, инҳо ҳама қасамзада шудаанд, дурӯғ ҳастанд. ҳама хизмати як нафарданд. духтуро духтуро ҳастанд, бародарои хубе ҳастанд, онҳо маҷбур ҳастанд. соҳаи духтур дигар аст. вале бештар профессорҳо, касоне ки воқеан тахту чиз дар дастшон ҳастай, инҳорам қасамзада шудагӣ ҳастанд, оморҳои дурӯғ. нигоҳ кун, адвокат, мо ҳамин хел ситуатсия шид. ин воқеият аст. мо як бародармон вақте ки қапиданош бо тухмати дурӯғ, адвокати бигем ки мурдем, ай адвокатҳоираш ка ба гарда нагирифт. ва ман як адвокат гуфтем, ёфтем аям душанбе. ховай дар дигар минтақа буд. роиш кардем, пули маҳшар расход кардем. гуфтем ки як 4 нафар буданда. гуфтем ки аку ҳамин бародари мо як фарзанд аст, амира кам битиян.
ولی همین پول محشر از خود کردیم، همون چند تا که دیگران رو دادن همون قد دادن، یکم کم نه، یکم کاری را اجرا نکردن، یکم کاری را. اینها من نمیدونم به حیات انسان به اندکک چی. وقتی که به ادوکات مراجعه میکنی ادوکات به گردن نمیگیرد. واقعا میترسن وقتی که باید دفاع کند. ادوکات شده چه حالت میکنی وقتی که میترسی از حقوق شهروند دفاع کنی؟ بله، برای هوای همون عرفیت خمونده میگن که اول خودت با همراه خودت مصلحت کن و به کار دست بزن. وقتی که میخوای ادوکات شدنی باید از جان پیشی بگذاری. بله، واقعا ادوکات این دروغ است در تاجیکستان. های امنیتش هم دروغ است. من نمیدونم برادرای امنیتمون، برادر ملیسای ما نمیدونم کجا را نگاه میکنن، با چی وجدان، با کدام ایمان مردم اینقدر عذاب میدن. نمیدونم اینها خون انسانی دارن. نفرانی که میخواهند سخن کنن خیلی زیاد شدن. یک نفر از ایمو زنگ زده ایستادن. به فکرم که حالا نوبت سخن به حق جوی. برادر عزیز، بنده الله، تشکر زیاد به شما. السلام علیکم برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با توجیک و توجیکستانی هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت، این در توجیکستان بله کوروناویروس حقیقتا آوازبین است، برای که هم پدری من هم مادری من حاضر کوروناویروس شدگی‌اند. یگان بالینسایی که در تاجیکستان است قبول نمیکنه. برای چی قبول نمیکنه؟ میبری میگه که برا با داخونه لیچینی کن، نبیوری میگه در بالینسه نبیوری. خیلی کسان بیمار باید در بالینسه در شفاخانه دکتران معالجه اش کنند. وای در خونه چیکار میکنند؟ مرده رفتن گره. این همه خیلی میگن مرا هم خانه ده مرا میگه اوتا. من گفتم اگر همه اوتای من مرا بند میبینی چیکار میکنم. خیلی کن این در بالای علام گفتم میگه پورا. اوزی مادرم آنچن خیلی نسوز شد. پدرم ولی در طرف سوخت. در طرف سوخت. در طرف سوخت به حد بسیار. آیا گذر، آیا کوچه قریب 10 نفر مرده. ای کوروناویروس. آیا کوچه، آیا گذر، آیا دیها، یک 10 نفر. این حکومت رحمان فی نجاس با این حکومتی نمیدونم اینو چیکار کردن. میبری دکتران میگن نبیوری، ابراد نبرین. میری میگه که بیو بریم رو انالیز کن، چی کنیم، دورو کل نویس، چی کنیم، یکم میسیسرتا بگی بیوریم لیچینی کنه داخونه. دا گردن نمیگیره، نمیبیوه دا یکمش داخونه نمیبیوه، نمیبینه. میگه خونت بر لیچینی کن، داخونه نمیبیوه. دورو نویسته میتیان دورو چی دورو باید استعمال کنند بیمار؟ ما مجبور کردیم، بعد در آوردیم پدره، بعد دیدن چی نویستن، چی در کار نویستن، بعد خریدیم گرفتیم بردیم موضوع لیچینی گرفتیستن. یک 10 روز پاستیلنی رژیم گفتن اولی که کسال شد از 1 ماه دوام داده است. نمیدونم چیکار کنم. حالا ببینید چرا این موضوع یک کردم. ببینید همین نفرانی که حقوقشان پایمال شده است بیمارخانه قبول نمی کند و در خانه اشان مرده رفته ایستاده اند، یگان حق و حقوق ندارند. در جامعه که جامعه شهروندی اگر فعال می بود، وکیل دفاع فعال می بود، ادوکات ها فعال می بودند، آنها می توانستند از حقوق مردم دفاع کنند، این گونه حالت ها نمی شد. آشکارا روی راست هیچ کس حقوق مردم را پایمال نمی کرد. هیچ کس حقوق مردم را پایمال نمی کرد. میدونست هر یک نهادی که وقتی که حقوق مردم را میخواست پایمال کند یا که نادیده بگیرد از حق مردم،
پیش از آن فکر میکرد که این یک ادوکات میگیرد، از حقوقش دفاع میکند، به ادوکاتور مراجعت میکند، به وکیل دفاع مراجعت میکند، به سود مراجعت میکند، حتما این از حقوقش دفاع میکند، بعد مرا به سود میدهد، باید من در پیشگاه سود نسبت پایمال کردن حقوق این انسان باید جواب بدهم. این گونه فکر به کله دکتر نمی بیاید، برای اینکه دکتر یک خدا دارد. همون پیشوا شد. این پیشوای ملت نه، این کلینی ملت های، این رحمانوف کلینی ملت های، زنکی ملت های. باور میکنین این همین اوقات پاس هری دیگه بگی هیچی دا اوقات کن، این همه خیلی تیمه. این دوری سنگی های، این نجاز گوشنا اومده گوشنا، این تیمی معنوش فهمین گپشه. این ندیدگی چیز ندیدگی آدمی که چیز ندیده است اومد چیز دید اوز یکون نادیده نمیتونه دایش کرد، برای که ندیده این انسان، ندیده نادیده این انسان. این خشوق این گدازاده این گدا این کار نمیکنه. باور کنین برادر شب که علام دار اومد با رحمانوفی نجاس نگاه کن، دا دخترات بگو رحمانوف، با دخترات بگو کی با تندرستی کسالا را قبول کنن. نجاس رحمانوف اگر همین سری یگون خانواده ما یگون چی بیاید باور کن، ما در این تاجیکستان ما یکم میخیزم، پلاکات که استعفا رحمانوف، من رحمانوف نجاس ایرا نقص فهم. این بطو این خب یک نفر از واتساپ زنگ زده شدن، بعد الهام جان صحبت میکنن ان شاء الله. الهام جان هم دست برداشته شدن، واتساپ قبول کنیم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شرف سلام گرم خود را با کل مهاجران مهنتی که در شهر غریبی قرار داره و سلام خود را با کل شنوندگانی که در حاضر در ترنسلیشن هستند که ما را گوش دارند. گفتنی اون چه ما اگر یک نشیم این کرونا میاد، خود بعد از کرونا ویروس یک چیز دیگه بیاید که حکومتی که در ما حکمرانی داره یگان چی تغییر نمیده، برای که همه اساسی همی در دست یک آدم است، یک اویل است که میمبوره نمیمبوره پروای اون نداره. برای که اگر او پروا که میداشت در مرز انسان ها که مردن یا تجزیه بیان میکرد. یک مینوسی رحمانوف، دوم مینوسی رحمانوف همیه که اگر شوقت جان رحمانوف یگان کس یگان چی نداره، یگان کس گفتی گپا که قردار نیست، او پروست خودش همچه کرال حس میکنه. او نکن او خیلی کرالای مرغ بسیار هم که داگیر نوشتگیان که با فرمانی همه کارا میکنن، فکر نمیکنن که فردا روزه که مردم که با پاک خیست دیگه اونا چیز کار کردنشون ندانن، با موقعی را طرف مردم سر میکنن، شون با مردم توری میکنن که راست میکنن برای همه. و نشد کرونا ویروس اکجان در شهر مسافری ما هم قرار دادیم. اما یک برادر نو گفته که نقل کرد که واکسین گرفتن، نکیم اینجا در چند نمود واکسین های اکجان نکیم دانسته گرفتن در کره که بسیار روش قتل میکنه انسان ها را. ما همچون مهاجر برای که من خودم نگرفتم هم چیزا در باورم ندارم اولش. حال برادر من همین مسئله دخل نکرده شدم، هرچند انفرماسیون های زیاد دارم، معلومات های زیاد دارم. حتی یک نفر طبیب امروز مطلبش خواندم که او گفته است کرونا ویروس که از اول خروجش خاراکترهای خود را دیگر کرده ایستاده است. ما فکر میکنم که واکسین ها فایده نمیکنند، برای اون که روز به روز کرونا ویروس خاراکترهای خودش را دیگر کرده ایستاده است و وابسته به همون خاراکتر کرونا ویروس باید واکسین ها آماده شوند که به هر یک این کرونا ویروس های نو به نو برآمده ایستاده نمیشود واکسین را آماده کرد. اما من خودم که در این باره تصورات ندارم و عموما مسئله طبی درست صرفم نمیروم، این مسئله رو به این مسئله داخل نکردم.
انا برادران عزیز، حالا برادر الهام جان دست برداشته بودند و برادر اجازه بفرمایید. خب صداتون نیست برادر عزیز. برادر الهام جان صداتون گم شد. صداتون نیست برادر الهام جان. خاموش میکنم همه را در امان خدا. او تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید. تشکر زیاد. برادر الهام جان شما صداتون رو خوب کنید. حالا با برادر آیت الله گلیف برادر الهام جان حتما وارد شوید، صداتون رو خوب کنید، وارد شوید. برادر آیت الله گلیف بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت خوب هستید؟ اینجا سلامتتون خوب است؟ شما پرسیم برادر عزیز چه حال دارید؟ بفرمایید. خوب هستیم. انا وقتی میبینیم برنامه شما را، دروغ شما را، تهمت و بهتان شما را میبینیم خیلی زیغ میشیم. یک چیز در یادمون میزنه که وقتی سخنرانی میکنی از الله و از رسول سخنرانی میکنی، اما دروغ میگی، آیا دروغ گفتن یکی از نشانه های منافق نیست؟ آیا در قرآن یگان آیه نخونده شما که منافقین چی تهدیدها انتظار است؟ انا وقتی که بین مسلمان ها، البته که باوری به این داره که 97% تاجیکستان دیگر مسلمان است، بین مسلمان ها اختلاف می اندازه و بین مسلمان ها باز میخواه که مثل افغانستان جنگ جدار شود. شما یگان آیه در قرآن برای انا صلح و صلاح آیا نخونده؟ آیا نخونده که دروغ گفتن چه حکم داره، غیبت کردن چه حکم داره؟ همین چیزا را شما نخونده؟ من حیران هستم. آیا ما افغانستان یگان مایده کمبودی داریم یا بهتر زندگی میکنیم به فکر خودت برادر؟ بین ما و افغانستان چیه؟ صدای اینها رو خاموش کن. کورمان تکنیکی آیت الله گپتون رو دوام دید. تمام کردید یا همجا تمام شد یا دوام میدید؟ نه، من راستی گپم یک سخنی هم یکی از قماندان های افغانستان میگم که یک روز گوش کردم شما در یادم زدین، میگه که به نام دین میجنگه، اما دینی که همش از صلح، از صلاح، از محبت، از مهر، از برادری گپ میزنه. به نام وطن میجنگه، به نام ملت میجنگه. همون ملت که شما همش اعضای تشکیلات اکستریمیستی که هستین، همش جوانان را فن که هستین، با یک لایک موندن و با یک طرفداری شما کردن، با یک برآمدن در برنامه شما یک درد دلشون میگن، چون که شما درد دلهای اونها را میکوه، اونها را فکرهاشون را علش میکنه، داخل زندان شده. من نمیدونم شما دلسوزی به کدام ملت میکنه، به اون ملت که داخل زندانشون کرده سه، یا که برای حکومترانی میگه، خیلی کم قماندان افغان میگه شما با کی حکومترانی میکنه؟ به همون نفرایی که انا آزادی از دستشون گرفته، به همون نفرایی که پدراشون در سال 92 کشته، فرزنداشون یتیم کرده، به همون نفر حکومترانی میکنه. من هیچ شما را نمیفهمم. به همین خاطر بحثش کنیم دیگه. برادر عزیز آیت الله، وابسته به موضوع یکم گفتنی دارید؟ من راستی موضوع نمیدونم در کدوم برای. من امروز دیدم که رکلام شما در فیسبوک برآمده، چند بار خیدم نمیشید درآمده، خیدم درآمدم که الحمدلله دیگر خداوند امروز برای ما میسر گردون درآمده. موضوع کدوم موضوعه؟ برادر عزیز دیده شدید جای سر میزنید که در آنجا نمیدونید چی میگذرد. شما حالا من شوکت جان گوش کنید. شوکت جان من چند بار موضوع شما تماشا کردم، میخوام میدره دباوید نمیکنید. برادر عزیز آیت الله خواهش میکنم، من حرف شما رو نبرده تا با آخر حرفتان رو گوش کردم و حتی پرسیدم که با اضافه دارید یگان گفته دیگر دارید، گفته پرسیدم برادر عزیز. برای همین بخشش گپ زنید گوش میکنید. حالا ببینید شما وارد شده اید، با جای وارد شده اید که در آنجا نمیدونید چی گذشته شده است. بدون آگاهی، یعنی چنان سردرگم هستید که برادر عزیز نمیدونید در کجا چه حادثه روی داده شده است و تخمین میزنید که اونجا چی گفتن در کار است. برای همین هم برادر عزیز گرامی وقتی که یک جای وارد میشوید اول پیگیری کنید که آنجا چی گفتن لازم است و آنجا چی گپ رفته شده است. یک دویم ببینید همین بدون آگاهی وارد شدنتان به همین برنامه از آن شهادت میدهد که بسیاری از کارهای شما بدون آگاهی است.
برای همین ما احتمال خواهش میکنم که من بعد با جایی که وارد میشوید با برنامه‌ای که وارد میشوید با همون گپ‌های ازیاد کرده از خود کردهتان نه وابسته به موضوع گپ زنید که حالا شما چند بار ما رو به دروغگویی تهمت کردید وابسته به موضوع بگویید که اینجا ما کدام حرف دروغ زدیم یک و با دلیل اثبات کنید من هر گپی که اینجا در اینجا دروغ گفته شده است برمیگردانم میگیرم از شما عزیز عذر میپرسم اما هیچ معلومات ندارید حتی نمیدونید که حتی سرلوحه برنامه رو نخونده اید ببینید حتی سرلوحه برنامه رو نخونده اید توکل وارد شده اید دیگه به شما سخن نمیتیم توکل وارد شده اید به من بگم نزدم یک دقیقه شوقا جون من در برنامه‌های پیشین شما من چندین برنامه‌های شما را گوش کردم اوید با اقتصاد گپ زده اوید با کرونا گپ زده اوید با دیگه چیزایی که گپ زده من از اون برنامه من خدا شاهد است پروس همه علمی که در دلم بود که من افغان گوش کردم پروس هم می‌خواستم همه اینا برای شما برسونم چندین مرتبه در اومدم نشید قبول نکرده خود نگاه کردم که برنامه تو رفته سایت در فیسبوک هم خیلی جخیدم گفتم یک بار دیگه اگر همین نصیبی همین سخن گفتنی من باشه میدونم من برنامه‌تون من چی از دروغ بگم همین برنامه‌تون رو گوش نکردم احترام خواهش همین است که وقتی که نفری رو به دروغگویی متهم میکنید با دلیل بیایید که بگید که همین جا در همین دقیقه در همین ساعت دروغ گفتی من این دلیل در اینجا تو انمی خیلی دروغ گفتی رهبریت کشور یا حکومت کشور رو تهمت کردی نابوده گفتی از خودت بافته گفتی من این دلیل من است بیایید من تم میگیرم همین گپم رو گرداندم میگیرم از شما عزیز عذر میپرسم اما از عثمان حرف نزنید خواهش میکنم الهام جان بفرمایید با صدایتون نیست الهام جان صدایتون نیست الهام جان با صدایتون نیست الو نیست صدایتون الهام جان عبدالشکور بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته راجع به موضوع درباره کرونا و ویروس نو و درباره ادوکاتورا خب واقعا در تاجیکستان ما در بله بفرمایید عبدالشکور ما در مثال در دولت‌های عموما در همه جهان همه ویروس بود واقعا ولی تاجیکستان مثل همیشه به مردم دروغ گفتن آموخته که بود یگان چیزی راست نگفت همه را دروغ پنهانی کار کرد و حتی مردم رو به یک بگیم در بلا گرفتار کرده به خاطر چی به خاطر که مثلا بگیم اول ویروس شروع شد به خاطر رستم جان مردم در بلا گرفتار کرد تو که رستم باید دویم آدم شود انتخاب شود و به خاطر انتخابات این خاموشی را رعایت کردن و کاری کردن که مردم نفهمد و بیماری دوچند شد وقتی رحمانوف دید که بیماری دوچند شد خودش رفت به جای شده بود تقریبا 10 روز که دیگه پرزیدنت های انتخاب شده دیگه دولت ها با مردمش بود با مردمش صحبت کرد با مردم مشورت کرد و پیشنهاد شد و کمک ها البته شد به مردمشون ولی تاجیکستان همیشه مثل پنهان کردن و بجا کردن و دروغ گفتنش هم رنگ همیشه همون رو در اومد در همه بگیم در با سلامتی مردم بازی کرد و حتی اعلان کرد که تمام ویروس نیست دیگر ما با ویروس غالب شدیم و طرفداران رحمان و فهمین و خیستان اعلان کردن و یگان حکومت یگان دولت‌های ابوالقدرت این اعلان رو نکرده بود که در کشور ما ویروس نیست و ما با ویروس غالب شدیم من ندیدم یگان کشوری را که با این اوضاع خسته باشه گفته باشه که ما هم خیر کردیم ولی واقعیت ها رو در اینترنت ها چقدر بیماری شده بود چند کس چی دادن مثال معالجه شده چند کس این حال هر روز در تاجیکستان فقط میدیدیم ما در همون اینترنت میدرآمدیم یا 1 نفر بود یا 2 نفر در وقت اوج بیماری یا که بسیار 10 نفر نویسگی بودن به فکرم از این زیاد نویسگی نبودن الان آمد در بالای سر همون حکومتدارای بیماری آمده که مثلا خشتمان کلانی رحمانوف به همین بیماری مرد
ولی تا به حال برای چی من نمیدونم، برای چی؟ برای یک جشن استقلالی که نخود این جشن از سلامتی مردم مهمتر باشد، نخود این جشن برای سلامتی مردم از اینم مهمتر باشد که مردم گرفتار یک بیماریه که جون میبازد، با جون بازی کردستن اینا و تماما از این معلوم شد که این حکومت تماما در فکر مردم نیست، فقط به همون جشن و به همون کرسی خودشون، به همون بگه منصبای خودشون منتظر همونا هستن و نگاهبان همونا هستن. اینا در فکر نه سلامتی مردم هستن نه اقتصادی مردم هستن، تماما در فکرشون نیستن. اگر کم ترک در فکر میشدن همین جشن این سال نشد سال دیگه میشود. بازی میبینیم گروه آدما، دخترهای یاش یا که فرزندان این ملت در گروه یک جایه با مصروف هستند و کسل میشوند و حتی بیهوش میشوند، ولی باید این جشن گرفته شود. من نمیدونم این برای چی تا این حد این ملت از ظلم در کار است، برای چی برای بالای این ملت اینقدر ظلم. باور کنید من حیران شدگی هستم. تشکر زیاد به شما عبدالشکر. به همین مسئله اونی که تو داری نزدیکان رئیس جمهوری کشور امامعلی رحمان را کرونا نکفت، اینها پروایی نداشتن، حالا کفت به پنهانکاری گذاشتند. حالا داماد رئیس جمهور شمس‌الله صاحبوف در حالت گرفتاری به کرونا ویروس است، در حالت بیماری است. یک نفر با نام ز هستند اینجا، بعد از آن چهار سعید و نفر با نام ز. حالا عبدالشکر بماند ان شاء الله باز صحبت بکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم با کل مردم تاجیکستان، با کل نفرانی که مرا میشنوند. ما در چند افیر هم اشتراک کردم. خب درباره که از کرونا ویروس نترسیدن رحمان این است که این یعنی که به حال ما و شما میخنده او کس. همو نفرایی که در مارشیروف که اشتراک میکنند بسیارش فرزندای ما و شما یگان بیگانه نیسته. شخصا فرزندی ما که در سن 18-19 ساله در همونجا، یعنی که این یک ما کنم میمانم که یک مذاق بازی که بین ما ده، یعنی که میگه که شما هیچ کسین هر کاری ما خواستم ما میکنم. این عیبی ما، ای خاموشی ما که این کارا را میکنه. اون نمیترسه، خودش نمیره کو مردم ارالش کردیسه که همین کسال شود. نمیترسد برای اینکه او را مردم انتخاب نکرده است. اگر مردم انتخاب میکرد میگفت که این انتخاب کنندگان من، اگر من تابع دلی آنها کار نکنم، یعنی به خاطر ملت کار نکنم، به خاطر مردم، به خاطر انتخاب کنندگانم کار نکنن، آنها مرا انتخاب نمیکنن، آنها مرا از منصب. برادری عزیز، در می 30 سال در کجا هم را انتخاب کردن؟ من هم 39 ساله یک زنی 30 سال به یک جای رسیدگیه. من همگی همی 10 ساله بودم یا 11 ساله بودم، در یادم هست که یک بار پدری من همو آدم در آواز دادگی بینین که چقدر همی طول همی قسال مثال اویله ما 7-9 آدم عبارت بدیم، سرش هم نیمی همی اویله ما را سرش همی اویله کسیف خورد. یگان تای ما دیگه در همی آواز ندادیم. کی آواز داده همی؟ همه پروتفیه ای را خودش میدونه، یعنی او مذاق میکنه، او به حال ما میخنده. یک اویله مایده چه یک خودش قطعی زنش 9 فرزندش به حال تمامی نامی تاجیکستانی و تاجیکستانی میخنده، به حال 9 میلیون گفتنی که شما هیچ کسی. البته او ما که خب میکنیم فرزنداتون جمع کنیم مواجی رو نمونین. شخصا من قرار ماندم که اگر یک تد فرزند خواهر اپا و دادر اکای ما اگر فرزند یک تد برآمد کو من میدونم چیکار کنم. یعنی من پرینسیپ خود ماندم، من فهموندم که نه یادان نخیلیه. همه آدمو تماشا کردن ویدیویی که من روان کردم، همه آدمو دیدن، در حقیقت اخلاصشون گشت. نمونه فرزنداتون. بله بخش تبارک ما فهموندم بخش تبارم که من راضی نیستم که نمی لوی دامنی دختر یک تت اگر ببرای بتوه من راضی نیستم. من میدونم که آدم من روان کردم، من ویدیویی که از برادر محمد اقبال همه یارا روان کردم و دیدم با چشم خودشون و تلخشون کافی. اگر هر یکی تا همین چیزا را کم ویدیو کنی روان کنی کو همو بیدار میشن.
равон накунед муҳоҷирои муҳтарам. фарзанди раис, вазир, фарзандаи хчо намера уҷа ишти кунанд. фарзанди нами муҳоҷири бадбахт мерава рақсу бозӣ мекунава. гуфти ӯ гапота пешои баршонлич гаштесан. ау ба чашми нег нигоҳ мекунад. Не. ӯ як нигоҳи як охи дига ӯ ягон ҷои гуфтан надорад. баъд ман як чиз дига гуфтанӣ будам бародар. дар бораи барнома ман мехоҳам ки шахсан ман тарафдори Муҳиддин устод Муҳиддин Кабириам. барое ки ман тамоми мухолифона ҳурмат мекунам. ҳамаша ман медонам ки кафан дар тан карда дар роб ромадагианд. тамоми мухолифоро ҳурмат мекунам, иззат мекунам, дӯстшон медонам аз барои худо ҳамчун бародар. шахсан ман тарафдори Муҳиддин Кабирим, барое ки имрӯз ман нигоҳ мекунам ки ғайр аз Муҳиддин Кабирӣ яъне сиёсатмадори бақувват надорем мо. и хеле ки Муҳиддин Кабирӣ яъне ки ҷаҳонбиниш васеъ аст, яъне забон донӣ ҷаҳон дониш кардагӣ, яъне забони зиёд медона. дар мисол Аврупо зира кардагӣ системаи тамоми кориву тамоми системаи Аврупоро қариб ки аз худ кардагӣ. медона агар сайри вазифа биёяд чӣ кор мекуна. ҳамин як барномарезӣ дар муддати як 20 дақиқа ташкил куна, барномаоша пешниҳод куна пеши мардуми Тоҷикистон, то ки мардуми Тоҷикистон хестан бидона ки дар пушташ як нафаре ҳаст ки зиндагиву тақдиршона дасти ӯ да мисол месупоранд. як барномарезӣ кунанд, нишон битанд. и дига ҳоҷати гап надора. и умумали тапак и на сухана мефаҳма, на гапи гандара мефаҳма, на хуба. баъд як пешниҳод дига дорам. вале ман мувофиқам ба ин гуфтаҳои шумо хоҳари гиромӣ. валекин тамоми миллат мардуми шарифи Тоҷикистон огоҳ бошанд ки ҳоло мо аз суханрониҳои устод Муҳиддин Кабирӣ огоҳ ҳастем, суханрониҳои устодро шунида истодаем ва ҳоло ба миллат ҳаққи гап задан надоданд. ин устод Муҳиддин Кабирӣ шуҷоат карда, ҷасорат карда ҳоло дар майдони набард ҳастанд ва гап зада истодаанд. ҳарфҳояшонро мо шунида истодаем. ва ин ҳама медонанд ки аз Муҳиддин Кабирӣ дигар ягон нафаре нест ки ҳоло бубинед сиёсатмадори яъне ки ман шуморо бовар мекунонам ки ба монанди устод Муҳиддин Кабирӣ ҳазорҳо нафари миллат зебандаи ҷои Эмомалӣ Раҳмонро дорад. ҳазорҳо нафар. албатта яъне ман гуфтесам ки як нафаре ки сардафтар яъне аввал хоҳари гиромӣ ҳарчанд масалан гирем Муҳиддин Кабирӣ раҳбари ман ҳастанд, вале ман ба шумо розӣ нестам ки шахсе монанди Муҳиддин Кабирӣ дигар набошад. ин миллат ҳазорҳо нафар мисли Муҳиддин Кабирӣ дорад. ҳазорҳо нафар мисли Муҳиддин Кабирӣ дорад ки бародари азиз ман ин чиза 100% медорам ки ва дар байни баробари Эмомалӣ Раҳмон ҳукумат кунад. ва бародари азиз дар донистани ҳукумати имрӯзаи мо ки имрӯз кор кардесай, яъне ки гуфти Ҳусайн Ашуруф қонуни ҷангал ай зиёд нест. ӯ ҳеч чиро намедонад. ман гуфтесам ки мо як пешниҳод яъне ки якум раунд дошта бошем ки вақте ки ӯра гирифтем як кас амонем. ӯ кас медонад ки кира интихоб кунад. ман ира гуфтанӣ ман медонам ки пушти Муҳиддин Кабирӣ ҳазорҳо нафар аз дуруни муҳоҷирои мо ҳазорон нафари дига олиманд ки бечоро мовори кӯча меровану яъне дига корора мекунанд. ман медонам ин чиза. ман якум раунд гуфтесам, яъне якум шахсе ки мо дар даст дорем, яъне як чиза мегирем ҷошта бояд як чиз дига монем. ҳамин як кас ман ҳозира шудам Муҳиддин Кабириро мебинам, баъдан боз байни худтон шумо ҳал мекунед ин чиза. ман 100% боварӣ дорам. ташаккур ба шумо. яъне ҳукумате биёя ки ман шахсан боварӣ дорам ба Муҳиддин Кабирӣ. ман медонам ки агар вибрам куна вибри хато намекуна ӯ одам. медона кира вибр куна. дилш ба миллат месӯзад. дар ҳақиқат дилшон ба миллат месӯзад. набоша ҷое ки ӯ зиндагӣ мекуна, агар дига кас боша тамоми чиза аз хотирш меброра ҳеч зарур надора бурода ӯ минбар иқа ҷонша дар хатар монаҳо иқа барнома ташкил кунад. дуруст мегӯед. ҷои Кабирӣ ҳар нафаре мебуд аз паи зиндагии орому осудаи худаш мешуд, чунки зиндагии ман медонам ман дар Аврупо зиндагӣ кардагим. ман ин чиза 100% медонам. баъд ман як чиз гуфтанӣ будам ки ҳамин рӯзе ки бародари азизи гиромӣ
ما 9 میلیونیم، او یک اویله از 9 مثال 9 تا فرزند داره، اما 9 فرزندش قطعی 9 میلیون ما را سوار شده، یعنی یک تاش 1 میلیون ما را سوار شده. ببین برادر عزیز، وقتی ما خستیم کو امام علی رحمان اینمو پداش پایانی کفش هست کو از انمو پایان میشه و او را ما بالا کردیم. او باید بدانه که به دستی کی بالا رفته است، باید از انمو دست ای بالا به پایان افتاد. باید انمو پایانی پای ما را، نخونی ما را باید بیا بوسه کنه، زاره کنه که ببخش خلق عزیزم، من بسیار کار را خطا کردم، یعنی قایل شود در جان و تقدیر او در دست 9 میلیون ما از خاطر تا نبرارین. جوان مردای محترم از خاطر تا نبرارین همه چی. وقتی که انقلاب سر شد، من امی یک پیشنهاد دارم که کسی که انقلاب سر کرد در شهر باشه، در ناحیه باشه، در تمام جا با همین گروه مخالفان در تماس باشه، طریق آنلاینی سر کنه که یعنی اینا هم از این طرف آنلاین کشاده کنه. هر کسی میتونه شهر نیست برنده پیش سامانی جمع شین، هر کس میتونه در پیش حکومت‌های ناحیه، ریان، قشلاق در همو جا بخزین، جمع شین، صرفا نره و رنگ خودتون گمراهشون کنید. چخیلی که امروز مردم ها گمراه کرده به هر طرف راه کرده است کو انا میخواد گمراهشون کنید. شهر نیست همه ما پیش سامانی بریم، اول هجوم کنید از ناحیه و از جای زیستی خودتون، بعدا آهسته آهسته میاین در پایتخت جمع میشیم و ویبریخمون هم میکنیم. از دست چی نمیوه. خوب تشکر. خدا نیست جانی ما را بگیره. خوار عزیز، حالا اگر باز سخن کردنی باشد باز به شما نوبت میدهیم ان شاء الله. حالا چهار سعید و بفرمایید، بعد از اون تشکر زیاد. خداوند نگهبانتون. سلامت باشه خوار عزیز. همین آواز محمد شوکت جان آوازم هست تو من فهمم آواز هست، صدایتون هست، بفرمایید. تمام. خوار چهار سعید و شما عذر میپرسیم این نفر چند بار حرکت کردن نتوانستن. بفرمایید برادر الهام جان. صدایتون گم شد. الهام جان صدایتون گم شد. بار دیگر سلام علیکم برادران عزیز و تماشاگران گرامی. خیلی که گفتیم واقعا یک موضوع مهم است. اون موضوعی که چی به مناسبت کرونا باشد یا با ادوکات خیلی موضوع مهم است. فقط درباره کرونا میخواستم با یک نقطه نظر خودم رو بگم، چون اینجا چند نفر شنیدم و دیدم که بهتری مردم از شکایت از حکومت جمهوری تاجیکستان، شکایت از دروغ بودن معلومات ها میگوید. واقعا این همه جای دارد، ولی من میخواهم که شوکت جان برنامه شما یک برنامه باشد که حداقل یک نفر رو هم نجات از این بیماری داشته باشد. برای همین خیلی که من هم گفتم علاقه مردم هم علاقه تصدیق کرد که واقعا حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت تندرستی یگان برنامه پیشگیری کرونا ویروس را ندارد. برنامه واکسین زدن دولتی وجود عموما ندارد. تقریبا یگان چاره‌بینی نقشه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان ندارد. برای همین به مردم فهماندن است که فهماندن لازم است که وقتی که چنین برنامه وجود ندارد، پیشگیری کردن این کرونا ویروس خیلی مشکل است. حتی خیلی مشکل گفتن کمتر آسان‌تر است، بالاتر از این مشکل ها است. برای همین پیش از همه ما برنامه شما و همه ما مردم را هشدار دهیم که مردم به امید حکومت جمهوری تاجیکستان نشود، به رژیم رحمانوف به این اینا یعنی که نیاز پیدا نکند، به حرف اینا هم درست هم گوش ندهد، چون برنامه وجود ندارد. برای همین ما از مردم خواهش کنیم که خودشان احتیاط کنند، با بینقاب به کوچه ها نبرایند، به یگان خیل نیاز به طرفخانه و مغازه و اینجاها وارد نشوند. فاصله اجتماعی که 2 متر گفته است باید بین مردم همین فاصله اجتماعی یعنی که کرده شود، بین اینها 2 متر باشد. یعنی که مردم خودش باید احتیاط شود، مردم خودش باید پیشگیری از این کرونا ویروس کند، چون که حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی گفتم برنامه وجود ندارد. برای همین اگر شما از مردم که بیشتر صحبت کنید، مردم واقعا این درست است که مردم شکایت از حکومت میکند، از رژیم رحمانوف میکند، این درست است، ولی ما مردم رو به یک راه ببریم که مردم بدانند که از خودشون بیشتر وابسته است. اگر 50% از حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی که این پیشگیری یعنی که امکانیت داشته باشد،
50% این عملها از خود مردم وابسته است. برای همین مردم باید ما بیشتر مردم الهام جان صدایتون خاموش شد. صدایتون گم شد الهام جان. صدایتون گم شد. خواهش میکنم یک این مسئله شما یگان تلفن خوب گرفت سرتون در کار کنید. من صدای شما میشنوم. صدای شما رو میشنوم. حتما این تلفن با آشغال پرتوی جوش با کدوم آشغال پرتوفته جوش رو به ما بگویید و یگان تلفن نبگیرید. من شما میشنوم اون شما میگید. حالا چون سعید رو بشنوید باز برمیگردیم ان شاء الله. چرا سعید و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. کجان حاضر کراسنودرسک کرای با من ورچا کتی گافزونان کدام ورچا گفته است که منوین سیفترکسون هسته کو انتیبیوتیک همینا میگد سه محل بزند میگد خیلی میگد حاضر کرونا همین زده است. سیفترکسون کتی این با دباوت میکند اینفکشن ودا با یک چیز دیگه هسته همین دباوت میکنه. برای همون حاضر همین گیری تنگفته است با پیلوس انالگین منامین کل هسته کو تشبه بلند میشود همین بزنی تنگفته است. تبلیت تو حاضر تاثیر نمیکنه میگه. ما امروز همینو که تگافزونان کردم وجه خیلی شد چخچه میکنم برای چوکته همین تفسیح ها را داده است ما با حاضر خودتان هم گریتان پرکتیس که حاضر نیست کم شده است اپتیکوبا برای همون لوجش باشد همینا را بگیرن خواه جمع کرده بمانن در کجا باشه بیاون همینا را بزنن که کرونا شود نشود هم یک کورس بگیرن گفته است پیششون هم میگرد کرونا ویروس. بله تشکر به شما. لیکن ما همین نام دوره ها رو خیلی به مشکلی میگیرم. نامش رو چی گفتید؟ الو نام دوره رو چی گفتید؟ سیفترکسون. بسیار خوب. به هر حال من گفتن نمیتونم شاید تماشاگران شنیدید. حالا آزادی به اکی عزت امان بفرمایید. بعد از این یک نفر از واتساپ آزادی به اکی عزت امان بعد از این واتساپ. سلام علیکم اکی شوکت. سلام با همه برادران تماشاگران. برنامه برای کرونا ویروس. روز یک دینامه پاره روز یک دیگه امرو آتش آگوسی باندگی کابد بو دایا خونه دیگه 7 نفر دیگه کسال به حد بسیار ای چند بودی کسال بسیار ای امش روز یک شرک یخمق برآمد برای مردم میگه تاوتا اوخی بیو برنامه میکنن که مردم آگاه شو مردم بیدار شوه مردم چی گپ پیدا دنیو شما هرمو میگه که خواب کنین برنامه نکنین مردم هم پاکستانی رفتنی شما هرمو یخمق. بله برنامه در تاجیکستان روز نورمانیگارو برنامه چیو ببرن بگن اعلان کنن در همه قشلاقا بگردن مردم بگن که همین خیلی پای گوش با آواز شو مردم توکای مردم برای خواب دام برای خصوص حرامی کدام میگردن امارا جزیدان. تشکر زیاد آزادی با اکای زد امان گفتانی آزادی با اکای زد امان گفتانی آزادی با همه محبوب سیاسی زندانی فکری نو آماده شوید آینده نو تاجیکستان. حالا از واتساپ زنگ قبول میکنیم. واتساپ اکای شوکت. الو سلام علیکم اکای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله.
акаҷон умедворам хуб саломатен. Акаҷон ҳамин дар мавзӯъ мехостум як бародари наздик ҳамин коронавируси ҳам Тоҷикистона мақсад бовар ки акай хеле хизматрасонӣ ҳамин тандурустӣ умуман меравад духтурхона қабул намекунанд акаҷон қабул намекунанд бечора ҳамин саломатиш хуб нест ҳамин хона шуда намедонам чӣ дорӯи иштан дроз кашидага ҳамин хона шуда оле худованд акӣ шифои комилиш куда баъдан гуфтаниям ки ин ҳамин мебироянд дифоъ мекунанд ҳамин ҷанобтон амра ман нуқтаи ислом мегӯм ки ӯ аллоҳ гуфта ин сухани аллоҳа ки ин раҳмонов худаш кофӣ шидаga барои бар зидди қонуни аллоҳ биромад нафаре ки тарафдорӣ ҳамин мекунад ку дар инҷо мебирояд ҳамон одамани куфр дар дохил мешавад чӣ хеле ки раҳмонов айдин хориҷ мешавад кофир мешавад ҳамин кадоме ки дар инҷо мебирояд дифоъи мардуми хеле мусалмонӣ номи аллоҳро мегирад уш айдин хориҷ шидаga хоҳиш мекунам бародари азиз як дақиқа хоҳиш мекунам ҳамин ҷо муфтигӣ накунем қозигӣ накунем такфиригӣ чӣ дар кор ба дин надарорем хоҳиш мекунам биёед бо далел бо исбот суҳбат кунем дар хури мавзӯъ суҳбат кунем як нафарро куфр эълон кардану вайро аз дин хориҷ кардан ин кори мани шумо нест бародари азиз хоҳиш мекунам биёед дар хури мавзӯъ суҳбат кунем не бародарҷон акман назари ислома гуфтум ман пеш кунам гама исломи хеле мегав баъд ман бародари азиз дуруст лекин ҳоло нигоҳ кунед ҳамин масъалаҳо ба ман иҷозат метиҳед кофир эълон карданд ва ҳоказоҳо ҳамин масъалаи мавзӯи барномаи имрӯзаи мо нест бародари азиз фаҳмо мақсад ам тарафдорӣ кард барои ам гуфтумаша баъд баъдан акаҷон гуфтаниям ки хайр ҳама медонад ки ҳама як раҳмоновро гӯш мекунад ман ҳамин чизи бигам ҳамун мешавад ҳам раҳмонов бигӯяд ки ҳамин чапа кунед инҷоро чапа мекунам бигӯяд рост кунам чапа мекунам раҳмонов ҳамин ҳама ҳамин мубориза бар зидди раҳмонов ҳамин бадбахт нест кардан дар кора мақсад як ҳамин мардум бедор кунем аввалан баъд бечора мардума хеле тарсони шидагие ки бовар ки гап задан метарсад ташаккури зиёд ба шумо бародари азиз соло фикри нав ояндаи нав шояд ахириш тоҷикистони нав бошад бифармоед ассалому алайкум вараҳматуллоҳ ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи баракотуҳ садои ман ҳаст садоятон бифармоед бародари азиз аввалан ба тамоми тамошобинон саломи худро мерасонам ишкал ки акаи шавқат дар як барномаи таҳлилӣ таҳлил кардан шиёри имомалӣ раҳмон бо хун омадан бо хун меравам бале ҳамин буд акнун ман мехоҳам ба тамоми онҳое ки маршировка мераванд акнун тарс бас аст анакнун ҳар якти мо фарзандамонро ба маршировка иҷозат медиҳем гунаҳгори асосӣ бо худамон мешавем якум имомалӣ раҳмон бошад дуюм худамон мо бояд ки нагзорем вақте ки вай ҷавон ба маршировка меравад боз ба хона меояд аллакай мо калом солом ба таври автоматик ба коронавирус гирифтор мешавем мисол дар шаҳри хуҷанд шаҳри канибодом исфара истаравшан балнисо пур шудааст ҷой нест бар замми он аллакай светкуширо сар кардааст бале акнун мо инҷанда муборизаро бояд ки дар амал татбиқ кунем акнун шикоят ҳамаи мо шикоят дорем акнун ба амал гузашт бояд ки чикал ки вай хоҳар гуфт ман бо он хоҳар ҳамфикрам хоҳар зе навистагӣ бидам он кас гуфтам бояд ки мо дар ҳамин ноҳия ҳастем шаҳр ҳастем вилоят ҳастем пойтахт ҳастем ҳамаи мо бояд ки ба майдон бароем бояд ки риояи 1 метр 1.5 метрро иҷро кунем риояи коронавирусро бояд ки ҳама бо маска барояд истеъфо имомалӣ раҳмон тамом мисоли оддӣ
وقتی که اسلام کریموف از دنیا گذشت، شوکت میرزیویف به سر حکومت آمد، به طور اتوماتیک تمامی سیستم دیگرگون شد. همه ما میگوییم آب اثر لو. چقدر که خواهر گفت شما با چند چیز اشاره کردید؟ نگاه کنید. رعایت فاصله یکم، رعایت فاصله گفتید. در همین کشوری که من زندگانی میکنم، وقتی که مردم به مغازه میرود میداند که الکی درون مغازه دو سه نفر ایستاده است، وارد نمیشود، در بیرون پاییده میستد. یگان کس آنها را اداره نمیکند. او در درون آدم هست، نه در راه مثلا گریم های کرونا ویروس به گرفتار میشوی، ها فاصله را رعایت کن. این خیلی گپ نیست. میداند که در داخل مغازه الکی دو نفر وجود دارد، در بیرون می ایستد و در بیرون ایستادگان وقتی که یک نفر ایستاده است، نفر دوم میبیاید الکی از وی 1 متر 1.5 متر فاصله رو گرفته میستد. یگان خیلی مصلحت نمیکنند، یگان خیلی گپ نیست. الکی به طور اتوماتیکی خودش میبیاید میبیند که یک نفر در بیرون ایستاده است، از او 1 متر 1.5 متر فاصله رو گرفته بعد در نوبت می ایستد. و همینطور یک نفر برآمد از مغازه، یک نفر وارد می شود، یک نفر دیگر برآمد، یک نفر دیگر وارد می شود و همین حالت به طور اتوماتیکی می شود. هیچ کس به آنها توصیه نداده است، هیچ کس به آنها یاد نداده است. شاید از تلویزیون شنیده باشند، شاید خوانده باشند، شاید دکتران توصیه داده باشند. اجرا میکنند مردم با یک مدنیتی بلند. برای همین مردم عزیز، شما به امید این حکومت نشوید. واقعا این برادران درست میگن، نباید به امید این حکومت شد. دیده ایستاده. حالا ببینید این برادر به یک چیز مهم اشاره کردن، گفتن که در همین شب روز باد و هوا یعنی گرمی طاقت فرسا از 40 درجه بالا است، سویت کشتگی است. حالا که این موج کرونا ویروس تا حد رفت بلند بشود. اکثریت خونه ها حالا گرفتار به کرونا ویروس دارن. حالا حکومت تاجیکستان پنهان کرده ایستاده است، با آنها در هوای همین سلقین نیست. وقتی که به کرونا ویروس گرفتار شدی هوا نمیرسد، نفس کشیده نمیتونی، مرگ به یادت میبیاید، مرگ رو انتظار میشوی. در همین حالت در هوای زیاده از 40 گرادوس، زیاده از 40 درجه در تاجیکستان برق کشی کرده ایستادند، برق رو خاموش میکنن. یعنی یک نفر رو میبری در قم بیابان، در ریگ بیابان که از گرمای آفتاب تصفان شده است، میبری به درون آن گور میکنی. مثل همین است. حالا در تاجیکستان با مردم همین خیلی مناسبت کرده ایستادند. این مناسبت بی نهایت مناسبت ظالمانه است که در همین حالتی که مردم گرفتاری کرونا ویروس شده ایستاده است، با اون نفس نمیرسد، دق نفس با بیایی که برق را خاموش کنی. بهانه این را پیش بیاری که این ترانسفورماتورها به این باد هوای گرم داشت نمیدین. به این باد هوای گرم ترانسفورماتور داشت نمیداده باشه، شما چه علف خورده گشتید که آمادگی خود را ندیدید به این گرماها؟ این نهاد آب و هوا شناسی در کجا بود که شما را آگاه کند که آمادگیتان را بینید، به مردم ظلم نکنید؟ بعد از این 10 روز 15 روز 20 روز باد هوا گرم می شود و این ترانسفورماتور رو شما شاید تاب نبیارد. بعد آماری که نهاد باد هوا سنجی میدهد باید شما از آن دیده که آمادگیتان را میدیدید و امروز نمیگفتید که این ترانسفورماتورها به گرمی داشت نمیدهد و باید ما اینها را بکشیم. این شرمندگی است. باور کنید همین گپ را چگونه توانستید رسانه‌ای کنید؟ چگونه توانستید بگویید؟ تو رفت خودتون را خودتون شرمنده میکنید. حالا ببینید این در حالتی که یک نفر کرونا ویروس گرفتار کرونا ویروس شده است، بیمارخانه قبول نمیکند، میگه در خونه‌ات طبابت بگیر، در خونه کاندیشنر کار نمیکند، یا که چی میگن شبوددی حق کار نمیکند، هیچی کار نمیکند. یک نفر بالای سر وای شاید بالته شبوده میدهد، بالته همون گرمی که هست همون رو شبوده میدی به دماغش. این چی گپ است؟ این چی ظلم است؟ تاجیک بچه بفرمایید. تاجیک بچه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اکای شوکت نازن سوزن الحمدلله تشکر زیاد اکای شوکت من با شما دو سوال داشتم بفرمایید برادر اکای شوکت امی یکم سوالیه که امی در تاجیکستان امی بر ضد اسلام زدن امی بر ضد مثال حقوق مردم مثال پایمال کردن همه گفته بود ناحق دهرق برای مردم کردن مردم ما حالا میترسه که بخیزه بروی سخن خچه بگده و همین حق خچه طلب کنه ترس در دلش هست همین سبب چو کردن اگر ترس از دل مردم گم شود همین است با یکون سوال دیگر داره دو سوال داره مفتی سوال همین فقط ازی خوب تشکر زیاد برادر عزیز برادر ما توی چند سال است که مردم رو ترسانیدیم مردم رو هراسانیدیم صدا بلند کردگی مردم رو بردیم پشت پنجره زندان کردیم یا کشتیم من اینجا عبدالشکر ایستاده‌اند پدرشان رو در زندان کشتگی هستند همین حکومت همین روزه همین برادر عبدالشکری که با سیمای خودشان حاضر ایستادگی هستند پدرشان رو بردن در پدر این کس جوان نبودند از 70 گذشتگی بودند پدر 70 سالهشان رو بردن در زندان کشتند مردهش رو برآورده دادند یک نفر که حق گفته بود گناهش این بود که گفته بود که من زبانم نمیگردد که امام رحمان رو جناب عالی گویم همین نفر رو بردن در زندان کشتندش یعنی همین قدر جرم داشت که یعنی گناه داشت که گفت که من زبانم نمیگردد که امام رحمان رو جناب عالی گویم بله زبان منم نمیگردد برای اینکه ما جناب عالی داریم هیچ کس برابری او عالی شده نمیتواند انا برای همین برادر امروز مردم رو ترساندن هراساندن و هاکذا یعنی مقصدشون هم این بوده که یک نفر رو ببری اینقدر جزای سختش بدهی که چشم دیگران رو بترسانی یک نفر رو به حتی به ریش سفیدش به سر سفیدش نگاه نکرده به پیرانسالش نگاه نکرده برده رنج دهی عذاب دهی کلفت دهی که چشم دیگر جوانان بترسد بگوید که به این پیر رحم کردن ایستاده است این بدبختا به من رحم نمیکند باید به سر هر یک کس این فکر بیاید ظالم همین خیل حکومت میکند اما در کجا مردم غلبه میکنند در همون حالتی که از این فریب از این نیرنگ ها آگاه باشند و هیچ وقت به ظلم سر نفرورند و عدالت را از نفره که سوال داده و نفر دیگر از بس برادر من که شوکت سوال ما را جواب کرد بسیار خوب بنا برای همین هم برادران عزیز امروز روزی است که هر یک نفر ملت باید حق خودش رو تلاش کند باید حق خودش رو حق اونه که حق میشمرد خودش رو این رو نه حق قانونیش رو از روی قانون بیند که چگونه حق چقدر حق دارد همون حق قانونیش رو تلاش کند و حکومت رو وادار به آن کند که قانون هایی که در تاجیکستان قبول شدن باید پیاده شود باید در عمل پیاده شود حاضر ما چند قانون داریم در عمل پیاده است خلاص تمام قانون پیشوای ملت در عمل پیاده است اساسگذار اصول و عادت ملی در عمل پیاده است قانون هایی که مربوط رئیس جمهور است و او را رئیس جمهورش را تعهد کرده است او عملی است و قانون هایی که اطرافیان رئیس جمهور را در منصب نگاه می‌دارد و با آنها ایمونیتیتی به جوابگری جنایی کشیده نشدن داده است این گونه قانون ها در عمل است دیگر یگان قانون وجود ندارد در تاجیکستان برای چه قانون وجود ندارد این رو بدونید تماشاگران عزیز مردم شرفمند تاجیکستان همین رئیس جمهوری تاجیکستان با اهل اولادش آن چیزی که به فایده اشان در قانون هست و قانون ساختند و قانون کردند همون رو 100% استفاده کرده ایستادند اما این ملت اما مردم حق و حقوقی که دارند 10 برابر شاید پرزیدنت داشتگی باشند اهل اولاد رئیس جمهور داشتگی باشند استفاده نمی کنند از آن بای خبرند حتی نمی دانند حتی مشکلی در کجا است مشکلی در آن جا است که امروز ما
درباره احوال ادوکات ها گپ زده شدیم. ادوکات های ما امروز قانوندان نیستند. این ادوکات های ما امروز فقط در کلهشان گپ زنان وجود دارد. یعنی میروند پیش پروکورور، ایبدار کننده دولتی، میگویند که دولت چقدر است من رفته به ایبدار شونده میگویم. پروکورور دولتش را معین میکند، پیش سود میرود، سود دولتش را معین میکند و پیش ایبدار شونده میگوید که سود فلان قدر پول طلب کرده شده است، پروکورور فلان قدر پول طلب کرده شده است. با همین هم سفید شدن وجود ندارد. یعنی تو 12 سال میدادگی بود، انوای چیاتا میخریم، یک 2 سال شیشته میبره یا اسلوب نمیگیری، همین خیلی دگوار میکنن. برای چی؟ برای اینکه ادوکات وجود ندارد. پس ردنیک وجود دارد در تاجیکستان ما. ادوکاتی که برای حقوق شهروندان کوشش کند، بیگناهی یک شهروند را در پیشگاه ایبدار کننده دولتی و در پیشگاه سود به اثبات رساند وجود ندارد. و مشکلی ما در این است که ادوکات رو برای ایبدار شونده، نه خود ایبدار شونده بلکه خود حکومت، خود مقامات انتظامی اختیار میکنند. میگوید که فلان ادوکات تو را حقوق تو را دفاع میکند. چگونه میتواند؟ بعضی وقت حالا بسیار نفر میگویند که به من پروکورور گفت که فلان چیز ادوکاتی توی است. پروکورور ایبدار کننده دولتی که ادوکات در مقابلش باید بیستد، با ایبدار شونده ادوکات معین میکرده است که میگفت است فلانی ادوکاتی تو است. دیده ایستوده چی خیل حالت دیده ایستوده چی خیل است حالت تاجیکستان. یعنی این شب روز ملت باید خودش به خودش ادوکات باشد. بیاید یک سرقانون جمهوری تاجیکستان، قانونهای مربوطه تاجیکستان، حالا بسیاری پدر مادران که اینجا وجود دارن، حضور دارن و ما را تماشا کرده ایستادن یا که بدتر تماشا میکنند، به سبب قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند جریمه شدند. یک بار قانون ها را گرفته ببینید. شاید شما پروکورور را جریمه کنید، سود را جریمه کنید، شاید شما دیرکتوری مکتب را جریمه کنید به خاطر آنکه بسیار مسئولیتش را در پیشگاه شما به اجرا نرسانده است. باید ما امروز آگاه باشیم و سر بلند کنیم و از حقوقهای خود دفاع کنیم. این وقتی که به این حالت میرسیم، وقتی که مردم آگاهی سیاسیش بلند میرود، مدار سیاسی مردم بالا میرود، آهسته آهسته ترس مردم گم میشود و مردم حق خودش رو تلاش کردن رو سر میکند. سلامت باشید برادر عزیز. از واتساپ زنگ زده شدن. بله، یک زنگ رو از واتساپ قبول میکنیم. برادر عزیز اسدالله خوش آمدید. ان شاء الله به شما سخن میدیم. حاضر واتساپ. الو السلام علیکم. بار دیگه و علیکم السلام و رحمت الله. اکا جان من شما رو سخن کردم. سیفترکسون گفتم دیگه و اینفکسیا دوست نوشتیم. بله 35 میگرد همین رو 5 گرم میگرد و وینا نه دنبا میزنه. چند تا سبکتر باشد، کرونا چند تا سبکتر باشد 3 بار، چند تا وزن‌تر باشد 4 بار میگرد. خوب تشکر زیاد برادر خواهر عزیز. خواهر عزیز تشکر. ان شاء الله امیدوارم که همگان فهمیدن. حالا برادر اسدالله بفرمایید. رحمت الله سلام شوید. تشکر به شما. برادر اسدالله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. ما نوبت نمیده کم یا ساعت زده داره و کمجا. کی گپ زده شده است؟ این برادر تن نوبت. یک سوال بود بعد از اسدالله گپ میزنید. سمیر گپ میزنید. الو اکی اسدالله بفرمایید. خواستم همین نفر بسیار چیز بکند گپ زند، ما در همین جا هستیم باز گپ میزنیم. اکی شوکت سمیر کوشانیان است. سمیر کوشانیان بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شوکت محمدی ما داخل تاجیکستان تماس گرفته هستیم از خود نویه کوشانیان. همین موضوع بحث شما مسئله کرونا ویروس کووید 19 است.
خیلی موضوع بحث شما دیگه چیه بسیار میدونن نسبتی پیشوای ملت هر گونه سخنهای تحقیرآمیز میزنن. مثلا بیماری قدیما چی گفتن مکه می مسئله کووید 19 نه تنها تاجیکستان بلکه تمام جامعه جهان با تشویش آورده. این بیماری اوخیا که میره پیشگیری کردن نمیشه که تمام جهان تشویش آورده. دولت‌های برقدرت به مثال امریکا، روسیه، اروپا، ختم افکن در اروپا در گرمانیا که نه تنها همین تاجیکستان همه جهان با تشویش آورده. این عیب یگان کس عیب روبر دولت عیب مثال دیگر شخص‌های منصبدار دولتی نیست که چیز شخصا بیمار شدن برادر. چیزی که وابستگی داره وابسته به بیماری که کدی سلامورا ما چیزی که ما نمیرسه که دوستان در همین بیماری شرطه که همون سمیر کوشانیان گپشون تمام کنند ان شاء الله بعد گام بزنید. دوام دید برادر سمیر کوشانیان. ما هم خوش گفتنی هستم که مسئله بیماری قطعی که این فکر شخصی ما همه جا را به تشویش آورده کووید 19 نه تنها تاجیکستان که برای همه یگان کس گناهگار کردن در کل سیستم قطعی که مثال آدم گناهگاره آدم کسال چیستن بیمار شدن که یک طرف مسئله. وقتی که مشروع میکنن گناهگار از حکومت. خواهش میکنم صبر کنین برادر گپشون را تمام کنن ان شاء الله همه گفتنی های دارد. برادر سمیر با دیگه طرف مسئله چی گفتنی دارید؟ دیگه طرف مسئله هم گفتنی دارم که برادر همه صلح و امنیتی که در جمهوری سمیر صداتون خاموش شد. هستید سمیر؟ تاجیکستان هست در یگان روبر دولت هر گونه سخنهای تحقیرآمیز میزنن در فلان جو جمع میشیم فلان کار میکنیم برادر ایداس یگان کس یگان کار نمیاد. اما حادثه‌ای که ما روبر تر زورتر بود دوام ته که برادر برادر سمیر کوشانیان برادر سمیر کوشانیان انشالله که اگر یک ساعت وقتتون دیم از همین مضمون دورتر نمیروید. یعنی یک جمله دیگه گپ بزنم اکا یک جمله دیگه فرمایید بگویید. همین حادثه‌ای که ما قرغیز قطع روپرو شدیم اکا نشان داد که مردم تاجیک به حد اتفاق دولت ملتش دوست می‌داره اکا هیچ وقت یگان نخلف یگان شخصی که میخواد که به همین دولت ضرر رسه با مقصدش نمیرسه که باریم قدر جانکنی قدر گفتنی و بیفایده ما باوری دارم که به مقصد تو نمیرسه که همون آدمایی که در نظر دارن که خراب میرسونه میگن که همه سگ هزار عفاف هم کنه به محتوا ضررش نمیرسه. در همین محتوای همین سخن و جنبست میکنم که باوری کامل دارم که یگان تا شما به همین مقصدتون نمیرسین این نمیتونه رسیده تا وقتی که ما زنده باشیم که. تشکر برادر عزیز. پیش از امریکاییان یک سوال حالا یک دقیقه عبدالشکر پیش از اون که من به شما جواب بدهم این رو میگویم پروردگارا عزیز و کریم و رحیم یگان مقصد بده نسبت ملتمون نسبت تاجیکستان عزیزمون داشته باشیم الله مهربان ما را به این مقصدمون نرسان. اگر یگان مقصد بد یگان بدخواهی نسبت ملت نسبت مردم نسبت وطن نسبت تاجیکستانمون داشته باشیم الله از همین حالا ما را به این مقصدمون نرسان هیچگاه به این مقصدمون نرسان. آمین. اما نفرانی که با این حرف ها میخوان مردم را گول و گمراه کنند مردم را گول بزنند الله به حسابشان برس. حالا ببینید این برادر عزیز گرامی میگویند کووید 19 در بسیار کشورهای جهان هست این پیش راهش گرفته نمیشود. برادر عزیز کی گفته است که شما را 12,000 نفر را ببرید در میدان آنها را مشرفه کنید؟ آنها هیچ نیک دیده ایستادیم فاصله کدام فاصله را آنها انجام داده ایستادن اجرای کرده ایستادن یگان فاصله را 12,000 نفر را وقتی که شما به عید نوروز را همین خیلی کردید چقدر مردم مرده رفت یگان گزارش نشد. ببینید نخبگان ملت را چقدر سرشان را خوردید. خورده باشد گناهگار باشد همین پیشوای ملت است. همین ملت پیشوا ندارد. این پیشوای همین شماهان است. برادری عزیز سمیر کوشانیان
این ملت پیشوا ندارد. پیشوا قبیله داشته میتواند. ما ملت هستیم، ما قبیله نیستیم. و برادر عزیز گرامی، وقتی که همین پیشوایت به خاطر دو رقصش، دو بازیش، به خاطر رقصیدنش 12,000 نفر تا 50,000 نفر رو وقتی که سال 2020 در خوجند جمع کرد، کی گفت که در حالت کرونا ویروس درست است؟ کرونا ویروس اومدگی از 5% است، در همه کشورها وجود دارد. ما نگفته شدیم که در دیگر کشورها وجود ندارد، در تاجیکستان هست. ما این رو نگفته شدیم. ما گفته شدیم که مردم را به کشتن ندهید، مردم را به کشتن ندهید. همه کشورها، در کشور همسایه ازبکستان هفته گذشته، اول همین هفته گذشته قرار برآورد که تمام چاره‌بینی های اجتماعی، چاره‌بینی های دست جمعی، کینا، فستیوال ها، کنفرانس ها من کرده شود، گذرانده نشود. حتی چاره‌بینی های حکومتی جشنی همه از بین برده شود تا اینکه این کرونا ویروس سرایتش بیشتر نشود. ما گفته شدیم که اقلا از همین تجربه کشور همسایه ازبکستان استفاده کند. گجای همین خطا است. همین به همین چیز اگر پیشوای ملت صرفم نمی رود، چی گفته در سر رأس حکومت ایستاده است؟ به همین چیز، همینه که مردم جمع شد. من گپ شما را نبردم. حالا صبر برادر، من گپ شما را نبردم. یک دقیقه صبر کنید. شما گفتید که تاجیکستان صلح و صلاح تاجیکستان دارد. برادر عزیز، همین من شما حاضر طور گپ زدید که شما به هیچ مقصدتون نمیرسید، شما این خیلی، شما اون خیلی، یگان تا به مقصدت نمیرسی. یعنی شما به من، به هموطنتون این خیلی مناسبت که گپ زده شدید، همین مضمون آن را دارد که ما در تاجیکستان صلح و صلاح نداریم. فهمیده شدید؟ از طرز اصول گپ زنیتون به یک هموطنتون شهادت از آن میدهد که ما در تاجیکستان صلح و صلاح نداریم و به سوی یکدیگر سنگ زده شدیم. برادر عزیز، من شما را، سمیر کوشانیانی، برادر گرامی، هم ملت عزیز، از شما احترامانه خواهش میکنم، یک نفر جنایتکار را وقتی که پشتیبانی میکنید و یک نفر جنایتکار را در رأس کشور، امام علی رحمان را وقتی که پشتیبانی میکنید، بدانید که ما چی گفته شدیم. امام علی رحمان جنایتکار است، در رأس کشور است، باید که او جنایتکار به جزایش برسد و ملت از ظلم و ضلالت های او آزاد بشود. طلبات ما این است، ما بر ضد ملت، بر ضد مردم، بر ضد تاجیکستان یگان حرف بدی نداریم. برعکس دلمان میسوزد، شبها خوابهای شبمان گم است، دلم برای کشورمان دلمان میسوزد. میخواهیم ما همین شب روز در تاجیکستان در پهلوی اهل و عیالمان، در پهلوی پیوندانمان باشیم. داد از دست یک ظالمی که صدای حق را شنیدن نمیخواهد، واقعیت را شنیدن نمیخواهد و میخواهد خودش باشد، دانودش باشد، دخترانش باشد، خداهایش باشد، دیگه این ملت باقی همه غلام باشد. همین به شما معقول است؟ حادثه قرغیز درست، من به این مسئله به شما موافقم. یعنی در حادثه قرغیز مردم اتفاق بودن خود را ثابت کرد. من به این مسئله با شما موافق هستم و تمام باور دارم که تمام ملت با شما موافقت. برادر عزیز، حالا برادر اسدالله بفرمایید. اکا ما چما گپ زنم، اکا شما را گوش کردم. برادر عزیز گوش کردم، مرا پاسای کوشونیان. اکا شفقت سمیر کوشونیان گپ زنم بخی. برادر عزیز، برادر گوش که برا نه من یک دقیقه صبر. سمیر کوشونیان باز گپ میزنید، مونید مردم گپش رو بگوید. بفرمایید اسدالله. سه دقیقه وقتی اکا شوکت تز و نوبت بره مخیان او را دیمی نوبتش که پیشوا گفتن بس نمیکنن و یا 3-4 دقیقه تمام. بله درست است. بفرمایید اسدالله. بشنوید. بله میشنوم. مرا خوب میشنوید؟ میشنوم. سلام علیکم. درود خود را به همه تاجیکستان، به خلق مسلم، به خلق که مشقت در غریبی و در درون داخل تاجیکستان میکشن. ما یک بار دیگه هم برای این موضوع گفته بودیم که همو کرونا ویروس در تاجیکستان
باید هر یک نفر هر یک شخص طبیبش خودش باشه. خیلی که الهام جان در اینجا قید کرد که اون سخنان ما رو گفت، ما شرط نیست که گفتن فاصله و دیگه چیزا رو هر یک نفر خودش باید احتیاط کنه. مثلا اگر کسب تاب کرد با کار نرود، مثلا یک خوراک غذای خوب، گوشت و چیزای مثال ویتامین دار چیزا مثلا استعمال کنه. این موضوع advokat در موضوع وکیل درست خواهید کردید. شما گفتید که در تاجیکستان در حقیقتا اگر جنایت کردید در همو درونی همو عدل میگن، عدل اگر غلط دی حتما یک پیشنهاد میکنن که تو باید وکیل بگیری. وکیل از به خودشون مثال چی میکنن؟ نفر خودشونه که مقصد به خاطری که پول باید تو پول بودی، یک جنایت میکنی، یک استاتیای واجبین اول در کلات بار میکنن، بعد وکیل میگیری، بعد وکیل خودشون بعد میگه که همین $3000 میدی یا $5000 میدی یا $10,000 میدی، اما استاتیا تعلیش میکنی. ما همین حادثه در کلای ما شده بود 2006 سال بود. من این قصه هم نقل کرده بودم با شما. در محبس چه زندگی، چه مشکل است، چی میخورن، این موضوع بودن. درست قید کرده که وکیل در تاجیکستان نه فقط وکیل، هیچ کس حق گپزنی نداره. اما کارمندان اما ارگان اما مقاماتان هم بسیار گپ زده نمیتونن. اما یک نفر گپ میزنه، یک نفر قانون میگذاره. هر یک کس وظیفه دار میکنه، همین سوپ میشوه، چی میشوه؟ رزواد. اما رزواد میگه که شما باید یک جنایتکار، باید یک دزد، یک نرکمن، یک چیز باید یک صرافی باید همین روز بیاری. اگر نیاری همین خیلی چیز میمونن، شرط میمونن، التیماتل همون مثال سردارش میگه که اگر یک جنایتکار نیاری تو میگه از کار خالی بشی. بعد هیچ کار میکنه؟ این مثال قطوری، مثال همین چیزی قطوری، ملیسای قطوری مجبور است دیگه یکم کسا یک پستای کند، یکم گناه در کلش بار کند. این مسئله این گپا بسیار زیاد در تاجیکستان زیاد هستند. برای همون من شخصا با مراجعت میکنم به مقامدارا برادران. مقامدارا همشون برادران ما هستند. اونها هیچ کس در تاجیکستان هیچ کس بغیر از امین کلانا رئیس های جمهور و دیگر چیز میگن، دیگر رئیس جمهور و دیگر اولاد او دیگر با فرزندان و با خیش و اقربانش یک پیچک شدن. تاجیکستان همه را از خود کردن. اونها این قانون ها را میگذارن و مقامدارا اینا اجرا میکنن. سردارا با من مثال چیزا فرمایش میدین و شخصانی که مسئول هستن با مثال همین کارا با اونها چی میکنن؟ مسئولیت میکنن که باید جنایتکار فرق نمیکنه، میگه تو باید امروز جنایتکار پیدا کنی. در این دولت های دیگر میگویند که در همین رضوات میگویند که حرکت کنید که جنایت نشود، نگاه کنید همه جا رو، مثلا پست‌ها رو خوب نگاه کنید، نظارت کنید که همین جنایت حرکت کنید که پیشگیری کنید که مردم جنایت نکنند. از تاجیکستان باشد برعکس است. همین صبح رضوات میشه، میگه باید تو همین روز یک تا دو تا جنایتکار بیاری، اگر نیاوردی از کار خارج. این در کجا توغری میگیره؟ برای همون این گپا حقیقت دارن. هیچ خیلی که کشانیان میگه شما چیز نکنین، گپ نزنین. ما هیچ وقت در کلیتی تاجیکستان نیستیم. ما میخوایم که همشون رسانوی شوند. یک دم در نل میزنن، یک دم در پا میزنن. میگه که کرونا در همه جا است. خیلی درست در همه جا است. چیده باید در تاجیکستان اعلان نمیکنن؟ رسمی مثال در از اول اعلان نکردن که این کسلی خطرناک است، احتیاط کنید مردم. همه جا همچون همین اروپا و روسیه و دیگر جا کردن همین چیزا را، تا حتی کشور همسایه ازبکستان و قرقیزستان همین را رعایت کردن. در تاجیکستان اما شخصا خودش اما رئیس جمهور برآمد بود که ما در کرونا ویروس
چیکار کردیم؟ گفت ما غالب برآمدیم، ما در کرونا ما را نمیقپه. چه خیلی نمیقپه؟ این روز اکه در اینا یکتا ایامو بالا گرفته استایتونه. برای اون گفتم از خدا بترسی، بس است دیگه. مردم ها گمراه کردن، مردم هم دیگه بیدار شوی، بس است دیگه. شیشتن منتظر چی هستیم دیگه؟ بیور هم همی کرونا ویروس همی از این طرف کشته استیان، از این طرف برده مخم کرده استیان، همه را برده با جرم 307 زده استیان. دیگه نشینه برادرها بخیزن، تاجیکستانی ها بخیزن دیگه، گپی خود رو اقلا گپی خود رو سخنی خود رو آشکار گپ زنید. اقلا ما نمیگیم که شما برین автомат بگیرین اونجا بپرونین یک ترک کنین یک گپ خبر کنین. اقلا سخنی آزاد خودتون گپ زنید، حقیقت گپ زنید. و این چاپلوسایی که میبروین در اینجا جناب عالی خیلی کرده، جناب عالی خیلی نکنید. چی در کاره گپای بیفایده؟ مردم دیگه این باور نمیکنن. نفران شکایت کرده سودان ما درست دیگه تمام سخنهای ما بله سخن خود رو به پایان میرسونم. حتما انشالله باز خواهش داشته باشید باز شوید، باز انشالله سخن میکنید. حالا تشکر به شما برادر عزیز. بسیار مسئله های مهم شما در آخر چی گفتنی هستم؟ برای من در آخر گفتنی هم آزادی به عزت امان به همه سیاسیون دیگر در پناه علاوه باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشید برادر عزیز. سلامت باشید. کبیر صلاحوف. سلام علیکم اکای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. اکای شوکت من خدم ای ولایت ختلان هستم، ای شهر قرغون تپه. بله. امی کسایی که بیماری امی کرونا ویروس میشوند با خدا قسم اکای شوکت دکترشون میبرن، دکتر قبولشون نمیکنه امو کسالی را. برای که دکتر دا یگان شرط شرایط ندارن دکترها، همو دکتر نزد همو بیمار نمیآید، میترسه ای دوری میگه که ما شرط شرایط نداریم دوشنبه برای بیمارا. یا میدرن در اینجا میگن که همه دولت هم دولت ها دا هم خیلی مشکلی هسته، کرونا ویروس هسته. ما میدونیم همه دولت ها دا هسته، وقتی در تاجیکستان یگان شرط شرایط مهیا نکردن برای همین کرونا ویروس. همین فقط همین نمیدونم همین دخترای جوان را جمع کردن مارشیروف که چون چیکار دارن، همو میلیون که در اون مارشیروف که صرف میکنن همو را برن در بیمارخانه صرف بکنن که اون مردم قبول کنن دکترها دا. مردم ایام محله ما ایام کوچه ما 4 نفر به همین کرونا ویروس گذشت، قبولشون نکردن، آوردن در خونه موندنشون، همو کپیل کیمچی همین ویتامین هم خیلی اوکلشون کردن، مردن برفتن. این خیلی نمیشه واقعی دولت داری کردن. نگاه کننده ما یک دولت هستیم، 9 میلیون اهالی زیاد هستیم. امام علی رحمان همین یک دولت، یک کشور دولت خانوادگی کرد، اویلوی کرد، دختر داماد پسر نمیدونم خدای خسر بچه همه را سر قدرت آورد. امروز نبیرهاش با سر شدن، نبیرهاش وظیفه داده است. امروز تا روز حال ما بد شده است. ایام میدرند اینجا جناب عالی پیشوای ملت، ما پیشوا و نمیدونم جناب و هیچ کس انتخاب نکردیم، ما برای خودمون پرزیدنت انتخاب کردیم. با گفت امام علی رحمان 92% آواز گرفت امام علی رحمان پرزیدنت، یعنی ما پرزیدنت انتخاب کردگیم، ما پیشوای و اساسگزار و نمیدونم یگان جناب عالی انتخاب نکردیم، پرزیدنت انتخاب کردیم. پرزیدنتی که دروغ است، غیر قانونی سر قدرت آمدگی است، خوب خودش پرزیدنت اعلام کرد. خوب خدمت کنه برای مردم، برای ملت. ما نمیخوایم که نزد او سرخم باشیم یا غلام او باشیم. او باید که سرخم نزد ملت باشد، برای مردم خدمت کنه. میدروی خطان ایپش خطان هم پیشوای ملت جناب عالی میگن. برای ما جناب در کار نیست، پیشوا لازم نیست، برای ما یک پرزیدنت لازم است که خادم این ملت باشد. وقتی که سرفهم نمیره همیره در اینجا صحبت نکنیم برادرها، چاپلوسی نکنیم. بیزار کردیم به همین طرفداری و چاپلوسی. فکرشون رو بگویند و جوابشون رو بگیرن و ما هم فکر خودمون رو بگوییم و جوابمون رو بگیریم. اگر ما مکالمه کنیم و در اینجا بسیار چیزها حال خودش رو مییابد، بسیار نافهمی ها از بین میرود. تشکر به شما برادر عزیز. حالا یک نفر از هم یک نفر دیگر از ایمو زنگ زده سودان نوبت رو به آنها میدیم. اما وقتی که شما گپ میزدید حالا یک مکتوب اومده بود، از یادم فراموش شده است.
حالا ببینید، حالا ما گفته شدیم که نفرانی که به کرونا ویروس گرفتار شدهاند وقتی که به بیمارخانه میروند بیمارخانه قبول نمیکنند. اما نفری که به کرونا ویروس گرفتار نشده است به بیماری دیگر وقتی که به بیمارخانه رفته است گفتند که ما حاضر بیماری های دیگر را قبول نمی کنیم، بیماری کرونا ویروس زیاد شده است، روید در خانه تان بیماریتان را تبابت کنید که اگر اینجا نباشید بیماری با بالای بیماریتان بیماری کرونا ویروس سرایت میکند، یک بیماریتان چند بیماری میشود، حالتان بد میشود. برای همین حالا ما نفرانی که به کرونا ویروس گرفتار شدن ما آنها را قبول کرده شدیم، شما را قبول نمیکنیم. ببینید یک بم دو هوا، کرونا ویروس به کرونا ویروس گرفتار شده ها روان قبول نمیکنند، با کرونا ویروس گرفتار نشده ها هم روان قبول نمیکنند. چیکار کرده شدن؟ تایید. حالا زنگ را از ایما قبول میکنیم بعد از واتساپ. ایما الو. علیو سلام علیکم آقای جان. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب درست هستین؟ الحمدلله. من برنامه شما رو گوش کردم درباره کرونا ویروس بود است. روزی در تاکسی کار کردیم از شهر سنت پترزبورگ شما تماس داریم. بسیار خوب برادر بفرمایید. راستی که من همین برای کرونا ویروس همین برادرایی که در مهاجرت هستن نسبت اول یک دو سخن کنم. بفرمایید. فقط مختصر برادر. دیگران رو انتظار نکنین. مالش به نهایت احتیاط باشین، حرکت کنید که در بین انسان نغلطید. برادران توجیه و خواهران اپون کسی ما رو گوش میکنند، حرکت کنید که در بین انسان نغلطید. اگر شما در بین انسان غلطید میدونن که توجیه که هیچ کس دروغ نمیکنه، شما رو بازنده میکشن، دل جگرتون خسته میکنن. برای اول احتیاط کنین، بین انسان نغلطید. هر کسل شدین در این خونه‌تون حرکت کنید، توبت کنید. تشکر به شما برادر عزیز. زنگ از واتساپ. Алло, گوش میکنم. Здравствуйте, салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Вот я с самого начала вашего выступления и выступления других наших соотечественников слушаю, и просто, знаете, я рыдаю, я плачу, у меня чуть мозг не трескается. Я требую, так как вы находитесь в Европе, собрать все эти материалы в связи с этим коронавирусом уже второй год. Все те географические точки, где бывает Эмомали Рахмон, проводят массовые мероприятия во время коронавируса. После него сотни, тысячи людей погибает. Это тоже один из видов применения биологического оружия, совершения массового геноцида в отношении таджикистанцев. Со всех кишлаков, районов, областей Таджикистана собрать вам, прошу вас, соберите все материалы, все, которые вам жалуются. Надо, вы сам юрист, надо написать в Европейскую прокуратуру, в военный трибунал, то, что он дал указание нигде не оказывать помощь больным с коронавирусом. Почему? Потому что он много раз жаловался, что население Таджикистана каждый год увеличивается на 250-300 тысяч человек. Это умышленное оставление больных граждан Таджикистана в Таджикистане в очень серьезном положении, то есть оставление их без медицинской помощи. И это называется самое настоящее уголовное дело в отношении первого лица государства, в отношении министра здравоохранения, в отношении министра внутренних дел, безопасности. Они должны и обязаны защищать простой народ. А против них принимают, видите, какие пытки, вплоть до того, что кругом дали указания, чтобы не оказывали медицинскую помощь. Потому что знают, что в Таджикистане говорят «худо дот, худо гирифт», Бог дал, Бог взял. Поэтому они хотят уменьшить количество убитых ими умышленно от коронавируса граждан Таджикистана. Это массовый геноцид. Это уже какая волна массового геноцида в Таджикистане происходит? Почему Эмомали Рахмон приравнивает себя с Богом, Создателем, Творцом,
и считает себя полноправным хозяином судеб и жизни людей в Таджикистане. Кто за это будет отвечать? Он должен ответить за это со всей своей... ассалому алайкум. Акай Шавкат, агар садо биёд, садо мода нест. Мега садо нест. Шуд. Хуб шуд. Эмомали Рахмон обязан со всем своим окружением, со всем своим правительством немедленно уйти в отставку и предстать перед военным трибуналом, Гаагским судом за оставление и умышленное распространение коронавируса в Таджикистане. Фикр мекнаки ҳичкас намедона тамоми масъалаҳои вая, ҳичкас намедона планои ифлосша. Барои ҳавай доим дод мезана ки ҳар сол 250-300 ҳазор нафар Тоҷикистона аҳолиш зиёд меша. Фикр мекуна ки мардум мега ки Худо ҳами касалиро дод, Худо саломатиро дод, Худо мегира. Это умышленное, это применение, извините меня, хуже, чем ядерного оружия. Это самое настоящее применение биологического, бактериологического оружия против граждан Таджикистана и оставление их в опасном положении для жизни граждан Таджикистана. Он за это должен ответить со всеми своими министрами, со всеми своими главврачами, со всеми своими, как говорится, начиная от каждого рохбари тамоми қишлоқо, рохбари вилояту районо. Бояд ино ҳамашон ҷавоб диҳанд дар назди Худо, дар назди тамоми мардуми дунё барои мана ин қатли оми мекардагишон. Это раз. Второе. Какой бессмысленный приказ в отношении тех 20 обязательно, чтобы набрали людей. Там видите, что написано? 20 ҳазор каса шумо аз назди марзҳои Тоҷикистона Афғонистон гиред. Аз сини 18-солаги то 40-солаги. Это тоже доказывает, что он хочет опять уничтожить граждан Таджикистана, достигших с 18 и 40 лет. Под видом того, что нападает Афганистан, нападает талибы. Ну до каких пор можно все эти муки и страдания терпеть? Да вы разъясняйте народу. Вы очень правильно делаете, что эти передачи даете с Европы. Пускай люди не боятся, пускай каждый говорит. Тамоми мардуми Тоҷикистон ва тоҷикое ки дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ҳасте, ана ҳамин фактое ки мардума маҷбур мекунанд, да балинсо қабул намекунанд, ана ҳамо дорувое ки заҳар шидагиай, срокош гузаштагиай, мебаранд дар хонаҳои шумо капелница мемонанд, баъди вай мемуре. Бояд ин фактора ҳамаша шумо чикор куне, съёмка куне, роӣ куне, мана уважаемому этому Шавкату. Потому что если вы действительно все будете посылать по интернету, то все попадет ему в руки. И этот людоед, этот кровопийца, этот человек, который принес в Таджикистан только смерть, 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 хашоқи, дарбадари, бекори, тамоми боигарои Тоҷикистона худаш қати оилаш ки гирифтагиаю, соҳиб шудагиай бояд чикор кунад? Бояд ҷавоби ина тея. Много я не хочу говорить. Бистед инҷо як нафар як савол плиз навистааст, намедонам савол ба ман аст ё ба шумо. аввал муайян кунед, баъд хайри хуш мекунед. як савол плиз бифармоед. саволотон ба ман аст ё ба нафаре ки суханронӣ карда истодам? алло, Я вас внимательно слушаю. Ни с каким человеком, который будет защищать эту мафиозную, эту преступную
эту людоедскую семью я разговаривать не буду. Я считаю ниже своего достоинства, ниже достоинства человека с ними говорить. تشکر به شما نباشد. سلامت باشید. تشکر که در برنامه شرکت کردید و این گونه حرفای پرمحتوا گفتید. تشکر به شما. Только собирать все документы и подавать в Международный Гаагский военный суд. Это самый настоящий, еще раз говорю, это самый настоящий геноцид таджикского народа в Таджикистане. Во время коронавируса проводить массовые мероприятия, заставлять маршировки делать. Вы посмотрите, в прошлом году, где бы он ни был, где бы эти массовые мероприятия проводил, после него сколько людей умирало. Он должен за это отвечать. Да. И вся его семья, и все эти министры обязаны отвечать. Да. Хамин богна хати агар мардума шумора ша нобуд накана дигар ба ҳеҷ баҳона шумораи мардуми Тоҷикистон нобуд карда наметавонад. ҷавоб бояд пеша. ҳам дар пеши халоиқи мардум, ҳам дар пеши Худо. زنده باشید. استعفا امام علی رحمان با تمام آدمخوارات، با تمام اهل و عائلات، با تمام دمادات، کلینات، دخترات، خینیات باید شما گم شوید از سر حاکمداری، از سر دولت. پرزیدنت همه یک انسانی که در تاجیکستان زندگانی میکنه و همه یک شهروند تاجیکستان حق داره با پرزیدنتی خود را مانده در کاندیداتورش. پرزیدنت نمیدونم یک سراکش 5 ساله، 3 ساله، 7 ساله. در همین وقت که خودش که نشان داده نتونست باید که چیکار کنه؟ سر خم کنه و جوابش گیره و رو و مردم آزاد کنه، دولت آزاد کنه. چی روزی سیوای؟ تا که این مردم غلام شما میشه؟ زبانشان بستگی، کار شدگی، یگان کس حق نداره که حقیقت گپ زنه. مردم خیزه حقیقت جوی باشه. تا که ака و دادرای شما را، پدر و مادرای شما، بیوی تقوی شما را، فرزندای شما در نزد شما با بهانه کرونا میکشن، شما خط میشینی. تشکر زیاد. سلامت باشید. حالا یک نفر با نام زن میخواهند صحبت کنند. زن بفرمایید. نفری که زن نوشتگی هستید ماماتون را بفرمایید. الو. یک بار دیگرم بخشش زیاد بازم زنگ زدم. ما همون کشانیام بود که هم بودم را شنید با هم خاطر زنگ زدم. گفتنیم که برادر عزیز، من میدونم همی شما نمی خبرکشا و پشتگیرا همی یک یا گازان میدروین یا که و یا همی زفتر که اوژن عبید زکس میکنن میبرین شما یا ماشین میشونین که هم ماشینشان یلقاس زنه. این نمی که کار میکنین شما او ایلا شما ده هیچ فایده نیسته. به روز بتین همین باریزا رو کار خودشو نکنن آخه خفا بشینین دم کار خودشو نکنن، هم راحت شما میکنین هم ما میکنیم. چی در کارم یک عمر شما میکردین ماشین شوشته و گازون در رویده و توالت شوشته و همونجا کفیلی کرده و کیا خچون آزاده کیه؟ ما چی بالایی داره؟ هیچ کس نیست. یا رخشانش یا پروینش یا رستم کیه؟ همین ما شهر بچه های برو مدین روشانجیشون دیسن اتکری تگاب زیسن امیا چی ای رستم چی کم بودی دارن. حالا هم که گرچ که در رادیو در رسانه ها می نویسن که قتلی روفایده را رستم دستگیری که پیگیری کردیسه. حالا هم که خودش یک تجاوز کاری کثیف لعنتیه می نویسن. کجا ده بعد هم برآمد کرد؟ کجا پشتی پرده گپ میزنید؟ اینمی یک تماشابین، اینمی یک لایک، اینمی یک نشان دادن مردم، اینمی برای شما فکت دکزده که ایدستی مردم یک کار میویه یا نه؟ چی با نمیویه؟ تقدیر و دستی ما ده، ما حل میکنیم، نه ملت حل میکنه تقدیر حکومیت. کی میویه سر قدرت؟ کی چه خیل کار میکنه؟ ما حل میکنیم. بس دیگه ترس و زدن و کشتن او وقتی که میزدین میکشتین دهن مردم محکم میکردین، اوی که دهن مردم محکم میکردین میشیشتین میپرسیدین درد ملت گوش میکردی که چی درد داری بگو ما میکنم. امروز وجه تمام پایز جو شو هیچ کار ای دستون نمیاد. چه خیلی اکت میخیزیازی چه خیلی مرد بچه ایت میگو که ما همه گفتنیم که ای دستون هیچ نمیاد. من میدونم که نه امام علی میشینه گپا را گوش میکنه نه فرزندش نمی صبح بز بغزولا را میمونن گوش کنیم. بچه ما میریم پیداوت میگن و دوشاق ندارن ما را گوش کنن برای که و میدونن که گناهگورن.
کجا تو میایی که برادر که عدس شما هیچ نمی همه که گفتن نمیدیم که عدس شما هیچ نمیآید چی با نمی اومده است بس کنه نمی خبر کشیتون آخی بس کنه نه که دیگه ملت بیدار شده تاجیکستانی با پیش موحیدین کبیری ما با شما زنده باد موحیدین کبیری تاجیکستان با پیش از پشتی موحیدین کبیری یگان خیل امامعلی تپک رستم الکش التر ما در کار نیست استعفا تپک قطعی اهل اویلت ببرو دفشه ما ایت بزار شدگیم ایت از هیچ کار نمیوید تشکر زیاد بنایسن در مو مقامات های بالا چه خیلی کمی از یک زن گفتک بنایسن در انمو سودای بین المللی بنویسین امضا جمع کردن باشه ما امضا میمونه پیشنهاد کنین آخه خیلی دیگه که او آبرو ندارن در جهان او هم یک دسته رهبرای همین کشورها وقت چون همشون یک دیکتاتور روزه حساب میکنن در جهان و دیگه نه شرم دارن نه حیا دارن نه خودم ندارن در یک اونجا برای ما هم خیلی کدیسن بخیزین دیگه نیستین نگاش نکنین هیچ کار ایدش نمیوید ما باوری دارم که همین کارمندی ارگان هم بزار شدگی همو 100% مخدم امنیت چند نفر هم میشناسم گفتگی که ما بزار شدگیم چیکار کنم بحث نمیکنم شکایت کرده ایستادم که ما با آنها سخن نداده ایستادیم به شما تشکر که مالی با جسارت با شجاعت با یک ملت دوستی تمام صحبت میکنید تشکر به شما برادر تشکر زیاد ملت تاجیکی و تاجیکستانی همه یک گریبان سر برارین ما با همدیگریم با پیش موحیدین کبیری با پیش امامعلی است برادر عبدالشکر چیزی گفتنی بودید دست برداشتید در فکرم بله من خواستم اخیران صحبت نکنم خارج شوم من هم با همو گفته های بانوی که به زبان روسی گپ زد با همو موافق هستم از تمام این برادرانی که گفتن که ما مشکلی دیده ایستیم و ما رو در دکترا قبول نمیکنن بیاین همو در بین دو حالت میغلطیم ما یک حالتش که یا که به مرگ رو پرون میشیم یک حالت دیگهش که اگر که سخت شود زندانی میشویم در همین بین دو حالت میغلطیم کسانی که بیمار هستند کسانی که بیماری دارین یا که سیم حالتش از همه بهتر حالتی بهتر این آزاد میشوین از همین چیزا ما باوری داریم که باوری کامل داریم که اگر هر یک نفر مثلا با پیام نت یا با فرق نداره به کدام شبکه‌های مخالفین با کدام چیزهای هستن که مثلا کانال‌های مخالفین هستن بیاین یک کار کنیم ملت همین کارهایی که شده ایستاده است چی مثال جشن‌های گرفته ایستیم از اون روشاد یا که پنهانی نمیدونم به هر حالتی باشد یک سیانکه ها کنیم ویدیوها کنیم و شکایت های خودمون رو و ببینیم که چند نفر در مثال در همون قشلاق هستیم چند نفر بیمار شده هر کس میدونیم خواهش میکنم از همون چیزا بنویسین حساب کنین چند نفر هستن و بگذارین به اختیار مخالفین تا اینکه مخالفین برسونن به مردم به ملت به جهان برسونند که ما در دستمون فکت داریم که این انسان مثال در فلان ولایت در فلان قشلاق این انسان کسل است ولی بیمار شده ولی حکومت تاجیکستان این اعلان کرده دروغ یک دروغی حکومت هم چی میکنه با بچه پلوسو پیشنهاد دارم که اگر که شما واقعا میخواین که ما پیشروی نکنیم باز همون صحبت استاد محترم ما محمد علی حیید پس به این ملت برق تامین کنید به این ملت جای کار تامین کنید به این ملت و تمام مشکلاتشون برسین به این ملت چی نیارین مشکلی نیارین و فشار نیارین به این ملت هیچ وقت اکای نه اکای برادر اکای شوکت را گوش میکند نه این خواهری که برآمد کردن این را گوش میکنند نه من را گوش میکند این ملت دیده ایستادن که شما کمک میکنید به شما طرفدار و انتخاب رستم امامعلی که شما منتظرش هستین که پیشوای دویمتون شد پیشوچه همون میشود ولی میبینن مردم که از تابستون زمستون اومده برقشون خاموش کرده است دیده ایستادن که 25000 نفره که در اون مشرفگاه اشتراک کرده است من باوری کامل قطعی میگویم که یگان فرزند منصبدار در اونجا نیست
ولی همین چاپلوسایی که برآمد میکنن بیارن یک دلیل که یک فرزند منصبدار فلان نمیدونم پروکوروری کدام قورستان در اوج فرزند او اشتراک کرده است در مشروع صاف همه آدمایی که در مهاجرت هستن و کیسای اون ظالما را پول کرده هستن فرزندای انمی شما مهاجرین در همون 25000 نفره اشتراک کرده هستن و بیماری همون کووید 19 یا که بیماری چرا کرونا میاره بر خانه شما به پدر و مادر شما ضررش میرسونه و این حکومت پروایی نه شما دارد نه یکم کس دیگه و همین خاطر هر یک از خودش میتونه دفاع کنه و اگر که دیدین که بتونین که همین کارهایی که پیشنهاد کردیم ویدیو کنین بنویسین چند نفر کسل است چند کس بیمار شده در قشلاقتون یا در شهراتون بیاین همین حکومت ما نشان بدیم که ملت بیدار است ملت میدوند باور کنید بعد از همین ویدیو شما میکنین یا سیونکه هایی که خارج میشود که چی روز در تاجیکستان گذشته است و ملت در چی مشکلی است من باور دارم که بهتر میشود حتما بهتر میشود. بله تشکر به شما برادر عزیز. حالا ما همگی 6 دقیقه دیگر وقت داریم و قبول مهمانان به برنامه رو هم قطع کردیم. حالا 2 نفر دیگر هستند محمد و عبدالله. محمد بفرمایید ما شما رو بشنویم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ما همی برای برادرای کمی میگن که کرونا در تمام جهان است. توغری در تمام جهان هست. نه که در جهان در بغیر در تاجیکستان در کجا مشروع است انبار کنن. بله. یکم. دیم میروز گپ زدم قطعی جانچا سودنتای. میگه که سودنتا مشروع که میروان در یک ماه 150 سوم کوارتیر پولی میتن. پیلوسی برای خونه رسخود میکنن. حکومت چند سوم پرداخت میکنه در ایو. بله. 9 ماهی که میخونه باید 3 ماه برای دم بگیره 9 ماه میخونه 3 ماه مشروع که سنتبر در سر میشه او کی یاد میگیره چی یاد میگیره در کجا دم میگیره ایرا کی سوال جوابش میگه همین سوالا در همون چاپلوسی که طرفداری رحمان فن در همین سوالا رو مقصد که چی کننده پیشنهاد کنن کو چی جواب میگن. تشکر به شما برادر عزیز. سلامت باشید. الله نگهبان. سلامت باشید. عبدالله بفرمایید. حالا از ایمو هم زنگ هست حتما قبولشون میکنیم. سلام علیکم. برادر شوکت گپ هم دیگه نیست همه گپ گفته کمی بحث خواستم که خیلی نوبت نرسید به شما موفقیت که خدا نگهدار باشید. بفرمایید. حالا منبر از نه شما. بحث با اونا خواستم اونا یک شخص بود که طرفداری از او حکومت ظالم کرد با اون خواستیم دیگه با شما ما بحث کنیم که ما ایدئولوژیمون یک است ما ایدئولوژی ما و شما یک است ما با شما بحث نداریم کرد. بله ما با این دلپور هستیم که هر نفری که نابوده میگوید هر نفری که طرف ظالم میشود طرف ناحق میشود جوابش رو از ملت البته میگیرد. تشکر به شما برادر عبدالله. حالا از ایمو آماده ایستاده است آن را قبول میکنیم و برنامه رو چند گفتنی ها هست که میگیم و برنامه رو به پایان میرسونیم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله. تشکر به شما. بفرمایید برادر. من همین یک چیزی گفتنیم یکم برای زنگ میزنم برادر. خوش آمدید. برای همین کرونا ویروس هست که برادر گفت که وای کنه سیام کنه آخه به سیام که به این فقط دکازار رایون فیض‌آباد جماعت خلیداش قشلاق بوی ولی ایلوک داش مرزو مسکین آباد انم قشلاق رو اینا برین نظارت کنین اویلو 10-15 کن خوام ای کرونا ویروس تبابات رو در کجا گرفته شدند؟ الو تبابات رو در کجا گرفته شدند این مردم؟ در خانه‌شون. چرا در بیمارخانه نه؟ بیمارخانه رایون فیض‌آباد میره جونست روید میکنه مسکین آباد یا بالنسی مایده که
میگه اونجا برای آیوجه روید میکنه میگه برای در خونت بمب در خونه کی مردم خودش تبابت کرده شده است یا طبیبا میبیایند؟ طبیبا میگن جا نیست امکانات نیست دارو نیست بریم به خونه طبیبا میگن نه و افشه نمیان یک کپل یا تاپ بمب به صدش پس نمیشیده کجا بریم یعنی از منو با کی کنیم یعنی دوری هایی که میگذرانند آنها هم پولکی هست بله هم میگم که صد سامان بود دستش پس نمیشیده همون کپل آوازی من میروم؟ میبیاید و صدای تو میبیاید یکون گفتنی دیگر دارید؟ بسیار گفتنی ها دارم اکا بفرمایید وقتی که پرزیدنت اگر همین برنامه را گوش کنن رفته بود دشت مرزبو باقی که نشیده بود یعنی ها شما اینا با بروزای نزدیک بو میروه اینا به 22 دای 23 دای بو میروه همون دشت مرزبو همون مکتبه که وعده کنه بود همون مکتب میبینه ایجانامه کوکه در اونجا مکتب میکنم گفته بود اما تا حال مکتب نشده است بله مکتب گشته که پشتش داستان سفید کشیدن که همین پرزیدنت نبینه با عبوسفت کردن که همیشه با مکتب میکنم اینا با دینباره 22 دا با میروه همونجا با این فریب کوری به کجا میروید تمام کردید برادر عزیز سخنتون رو برادر تمام کردم تشکر زیاد به شما برادر عزیز سلامت باشید من یکون زنگ دیگر نیست انشالله تشکر به آنهایی که ما را گوش کرده ایستادید ما را تماشا کرده ایستادید ما را پیگیری دارید و تشکر به آنهایی که در این برنامه شرکت کردید سخنرانی کردید در استودیو بودید توسط واتساپ و ایمو و ما زنگ زدید و حرفای خود را گفتید حالا ببینید تماشاگران عزیز هموطنان گرامی همه این مصیبت را داریم این مصیبت به سر ما آمده است چی باید کرد برادران پیشنهاد کردند باید هر یک نفر وقتی که دکتر قبول نمیکند هم تو نگردید پیش از آن که پیش دکتر روید حتما تلفناتون رو به دستتون بگیرید ثبت کنید که دکتر به شما چی جواب میدهد هیچ نه اخران صدایش رو ثبت کنید ویدیو ثبت کردن نمان تلفناتون رو پنهان کنید در کیسهتون در یگان جای دیگر پنهان کنید یگان میکروفون چی کنید کوشش کنید که ثبت کنید هر یک عادی ترین تلفن دیکتافون دارد صدایش رو ثبت کنید که چی میگوید حتما ثبت کنید و اگر نوار گرفته میتونید نوار بگیرید و اگر به خونه‌تون رفته تفتیش نمیکنند حال زاری بیمار را نوار بگیرید بگویید که این در همین حال زار است یگان نفر طبیب یگان نفر دکتر اومده طبابت نمیکند بگویید نه ترسید نه هراسید دیگر وقت ترس هراس گذشته است تماشاگران عزیز ما همین طور کرده این حکومت رو مجبور به آن میکنیم که در پیشگاه جامعه بین المللی از اون که بتوجهی میکند جواب بگوید یا اینکه مجبور میکنیم که به بیماران توجه کند این یک طرفی مسئله طرفی دیگری مسئله این است که حالا ببینید در تاجیکستان قریب که جامعه شهروندی وجود ندارد چند سازمان ها هستند سازمان ها گویند که رسانه داری میکنند و هاکذاها بجز اینکه به همین حکومت همین روزه چاپلوسی کنند دیگر هیچ کار از دستشان نمیباید چند سازمان های ژورنالیستی هست از کشورهای اروپا از چند سازمان های دیگر گرانت میگیرند پول میستونند طول این 4-5 سال اخیر یگان تحقیقات ژورنالیستی نگذراندند خصوصا درباره حقوق بشر خصوصا درباره حقوق مردم یگان تحقیقات ژورنالیستی نیست خصوصا درباره همین مناسبت امروزی حکومت به مردم مناسبت بیمارخانه ها مناسبت طبیبان به مردم به بیماران یگان تحقیقات ژورنالیستی وجود ندارد عموما آیا در فضای رسانه‌ای تاجیکستان وسایل اخباری عامه تاجیکستان همین تحقیقات ژورنالیستی گفتنی گپ وجود داشته است یا نداشته است مانده است یا نمانده است به همین سوال کسانی که سازمان‌های تحقیقات ژورنالیستی و هاکذاها دارید به این سوال حتما جواب بگویید
این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله همین است که همین ادوکات هایی که در تاجیکستان هستید وجدانتان را خاک خورد، شما رو وقتی که مقامات همچون ادوکات معین میکنه شما ادوکات شده چی میشوید؟ در یک کشور دموکراتیک باشد که فهمیدن ممکن است. نخود شما رو همچون ادوکات ایبدار کننده دولتی شما رو ادوکات با ایبدار کننده اش معین کند. این چی گفتنی است؟ این چی شرمندگی است؟ در همین حالت شما کار میکنید، نون خوردگیتون حلال است، نونی که به فرزندانتون یافته برده میدهید حلال است، زهر تنتون بود که با همین خون مردم را مکیدن، خون مردم را مکیده به ایبدار کننده دولتی به پروکراتوری به سود برده دادن، شما پول کار کنید به پس ردیکی. یعنی او بیچاره ایبدار نیست، میدونید او بیچاره ایبدار نیست، لیکن ایبدار کننده دولتی ایبدار کرده است او رو با تهمت. این رو خودتون میدونید، با او رفته میگوید که من نمیدونم برادر پروکراتور سخت بدگی تو را. این به هر حال پول صرف کردن در کار است. به هر حال پول صرف میکردگی باشه، شما چی در کار است؟ باز یک نفر نوشته است به من میگه ادوکات رو گفتم که آخر شما باید حقوق ما رو دفاع کنید. ای برادر زمانه رو نمیدونی؟ حاضر حقوق دفاع کنیم میکنیم، حاضر حق تلاشی میکنیم 2 سال میداده باشد 10 سال میتیاته. شما چیکار میکنی؟ گپ ادوکات رو بینید. همین قاری پروکرور رو نبرار. حال پروکرور آدمی نقص گفته است، با پروکرور آدمی نقص تو به رحمش اومده ایستاده است. همین 2 سال شینی برا ادوکات همین پول ته 2 سال میتیادد کالت خام کرده است. تمام تو خلاص 10 سال نمیشینی. 8 سالت پروکرور با آدمی نقص بخشیده ایستاده است. ببینید هم پولت رو میگیرد هم آدمی نقص بوده است. این گپا با کجا میخونجد؟ در من صدایش وجود دارد این آدمی که شکایت به ما کرده است. یگان گناه ندارد. با ادوکات گفته است بیگناهیم را ثابت کن. ادوکات این خیلی پیشنهاد کرده است. هر 2 سال چشم پوشته میکشویی تمام میشود گفته است. اوی انصافت را خاک خورد ادوکات. او کارنامه‌اش سیاه میشود، دلش سیاه میشود. به این چی میگویی؟ تو ریمچیک میشود. به این چی میگویی؟ باید این مسئله ها هم دیگر در تاجیکستان این مسئله ها هم بررسی شود و خیلی به این مسئله هم باید کار کنیم. مردم هر نفری که حقوقتان را پایمال میکند او را به نوار گیرید. با نمیفرستید، به فرستادن میترسید. در حال ادنه کلاس که توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک در هر جایی که میتونید جا به جا نشر کنید. هر کجا یک جنایتکاری اینها رو میبینید. همین ادوکات خودتون به خودتون. فهمیدید؟ ادوکات خودتون به خودتون. دیگر این ادوکات ها مردگی هستند، اینا پسرت دیگه هستند. تا اینکه یک جامعه شهروندی فعال شود، تا اینکه یک حکومت قانونی به میان بیاید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکتی محمد در برنامه فردای تاجیکستان. یکایی که شما را به الله پاک میسپارم، به امید سربلندی کشور، به امید پیروزی عدالت بر ظلم، به امید این که فردای تاجیکستان نیک خواهد بود و فردای تاجیکستان گل شکفان خواهد بود. یکایی که شما را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.